خب خسته نباشید بچهای عزیز، دوباره اومدم خدمتتون. بریم برای ادامه کلاسمون. اینو لطفاً اون کاری که گفتم بکنین. آره صفحه بیاد بالا برام. بچه‌ها قبل از این که بخوام برم درس خودمو بدم که اول یه تیکه اینجا این رنا و اینا رو بگم، این گفتار تموم شه، بعد میرم دهم درس میدم. قبل این که بخوام این رو بگم دو تا مسئله خدمتتون با سه تا مسئله با خدمتتون عرض کنم. اولیش اینه که ما به خاطر استقبال زیادی که از کلاس شده، تعداد زیادی از دانش آموزان تشریف دارن در کلاس، میبینید که متاسفانه در چند جلسه اخیر گاهی این مشکل پیش اومد. مثلا من 2 جلسه قبلیم اتفاقی نیفتاد، ولی مثلا این جلسه یا اون جلسه 2 تا قبل‌تر، 3 تا قبل‌تر در واقع اتفاقی که افتاد این بود که سایت متاسفانه قطع شد برای دقایقی. ما حدس میزنیم مشکل از چت و به خاطر همین فعلا ماژول چت سایت رو بستیم. من از این بابت از شما عذرخواهی میکنم و مسئله هم که هست، ما ظرفیت الماس رو احتمالاً تا 6 دیگه میبندیم، یعنی از 6 منظور الان تا 6 بازه، از 6 دیگه میبندیم برای اینکه زیرساخت سایت رو تقویت کنیم به طوری که دانش آموزان عزیز اذیت نشن و من از بابت این که شما اذیت شدید از خدمتتون عذرخواهی میکنم. این یه مطلب دیگه، قرار شد من به بچه‌ها کد تخفیف ماز مارکت بدم، چون دیدم که اون موقع که هنوز چت بسته نشده بود داشتن ازم میپرسیدن، گفتن آقا نمیدین کد تخفیف رو؟ بذارین من یه لحظه اگر لود بشه این چتم اینجا بهتون عرض میکنم. بله، کد تخفیفی که بهم دادن بچه‌ها 24 ساعتیه، یعنی الان که من به شما اعلام میکنم تا ساعت 3 فردا که میدونید ما کلاسمون 3 شروع شد، تا ساعت 3 فردا بیشتر فرصت نداره و اگر میخواید استفاده کنید بنابراین در این بازه زمانی میتونید استفاده کنید که DRMF20 این کد رو میتونید برای سایت ماز مارکت استفاده کنید اگر دوست داشتید. برای خرید کتاب پینوکیو هست. بعضیا حالا دیرتر وارد شدن، اون اول کلاس رو ندیدن، پینوکیو چاپ شده، چاپ جدیدش بنفشه. شما میتونید از کتاب فروشی بخرید، میتونید از سایت ماز مارکت بخرید. اگر سایت ماز مارکت خواستید بخرید باید با این کد تخفیف تهیه کنید که بهتون 20% تخفیف اضافه خواهد داد ان شاءالله. اگر سفارش بدید براتون به زودی ارسال میشه. اینم عوض کنیم ها. آره خب اون رو روشن کنین که مرسی. بله بچه‌ها اینم یه چشمکی میزنه. باشه مرسی. بچه‌ها یه رفرش هم بکنن، بچه‌ها سفرم یه رفرش بکنن، عزیزان یه رفرش هم بکنن. اونها اگر کسی هنوز تو آپاراته بیاد از تو سایت ببینه. خب اینم که کد تخفیف ماز مارکت بود که گفتم، بذار بنویسم کد تخفیف ماز مارکت بود. و یه چیز دیگه تکلیف این جلسه، اون بچه‌هایی که باید این جلسه تکلیف بفرستن، اینو زمانش رو توی سایت تا پس فردا تعریف میشه. یعنی شما یا امشب یا فردا یا دیگه نهایتاً تا پس فردا فرصت دارید که تا قبل کلاس که من دوباره پنجشنبه میام خدمتتون این رو برام ارسال کنید. یعنی تا قبل کلاس جلسه دیگه باید تکلیف این جلسه ارسال بشه. عزیزانی که اسمشون هست: رضا بهروزپور، علیرضا شیراوند، ترنم بهاور، مبینا حسن، مهدی علیاری، رضا محمدیاری، سید نیاز دهقان، مبینا کرمنژاد، اینا کاووسی، عرفان حاجیپور، مریم آیتیوند، ابوالفضل فرزی، علی حسنی زاده، اسد خلیلی، مرزا فکری، سید امیر موسویان نژاد، سید نیاز دهقان رو 2 بار نوشتن، حالا اب نداره، پدرام پارسامه، دیانا کلاهی و منصور مدبر. این عزیزان باید تکلیف رو ارسال بفرمایند برای امشب، فردا یا نهایتاً دیگه پنجشنبه. تا قبل کلاس جلسه آینده شما باید تشریف بیارید و اینو توی پنل برامون آپلود کنید. این همین تکلیفیه که برای این جلسه بوده ها، یعنی الان تکلیف تو سایت بوده، از دیروز بوده، بچه‌ها حل کردن، الان باید بفرستیدش. فقط هم اینا بفرستن، خواهش کردم که بقیه نفرستید، چون باز دوباره لود سایت میره بالا و اینا اذیت میشیم. نفرستن بقیه. الان این بار مثلا یه 10 نفر 15 نفر اضافی فرستاده بودن، نفرستید. همونایی که اسمشون رو اعلام میکنم لطفاً فقط ارسال کنید. دیگه بریم سراغ درس. بحث رنا و انواع آن. آقا نوکلئیک اسیدها گفتیم 2 جوره، یکی دناه، یکی رناه. اینا رو با هم مقایسه هم کردیم. کدومش حتما 2 رشته است؟ دی ان ای. کدومش میتونه تک رشته ای باشه، میتونه 2 رشته ای باشه؟ دی ان ای. یادتون باشه یه مدل خاصی فقط داره، دی ان ای تک رشته ای توی بعضی از ویروس ها هستش. کدومش حتما تک رشته است؟ میشه آر ان ای، رنا. حتما تک رشته است.
از بین اینا کدومش میتونه خطی یا حلقوی باشه؟ دی ان ای میتونه خطی یا حلقوی باشه، ولی آر ان ای فقط و فقط چجوریه؟ خطیه. آر ان ای فقط و فقط خطی. خب میگه گفتیم نوع دیگری از نوکلیک اسیدها رنا هست. مولکول رنا همونطور که الان اومدم و بهتون گفتم تک رشته‌ای فقط در نظر می، هیچ وقت دو رشته‌ای نیست و از روی بخشی از یکی از رشته‌های دنا ساخته. این حرف یعنی چی؟ از روی بخشی از یکی از رشته‌های دنا ساخته میشه. این حرف یعنی چی؟ الان خدمتتون میگم. ببینید یه دونه ژن میکشم. آقا این ژن الان یه تیکه دی ان ای دارم میکشم. خب این دی ان ای که براتون کشیدم، تو فکر کن الان از اینجا تا اینجاش این یه ژن، این تیکه یه ژن، مثلا ژن پپسینوژن. آنزیم پپسینوژن بود که اول غیر فعال بود، بعدم فعال میشه پپسین. این ژن پپسینوژن که اینجا هم مثلا میشه راه اندازش، این تیکه میشه راه انداز که قبل ژن قرار گرفته. این هم که مثلا میشه دی ان ای بی خاصیت. خب موقعی که من میخوام اطلاعات توی ژن پپسینوژن رو بخونم، یه آنزیمی میاد به اسم رنا بسپاراز. یعنی چی؟ یعنی رنا رو به شکل یک پلیمر بسپار تولید میکنه. واسه همین اسمش رو گذاشتن رنا بسپاراز، خارجکیش میشه آر ان ای پلیمراز. حالا ما تو فارسی میگیم رنا بسپاراز. این آنزیم میاد به این راه انداز میچسبه. پس الان یه آنزیم اومد به اسم رنا بسپاراز به این راه انداز میچسبه و بعد شروع میکنه روی ژن حرکت کردن. وقتی آنزیم روی ژن حرکت میکنه، دو رشته ژن رو از همدیگه باز میکنه. یعنی الان فکر کن مثلا اینی که من کشیدم، حالا از اینجاشو اینجوری از هم باز میکشم. اوکی؟ به این صورت اینجا دیگه به هم پیش خورده نکشیده، از هم باز شده. وقتی دو رشته از هم باز میشه، یه رشتهش رو بهش میگن رشته الگو. مثلا الان این رشته الگوه، یعنی من از رو این رشته میخوام بخونم اطلاعات تو این نوشته، تو این توضیح داده چجوری میشه پپسینوژن ساخت. این میشه رشته الگو. از روی این رشته الگو آر ان ای ساخته میشه. یعنی الان مثلا از روی این رشته الگو که خونده میشه، یه دونه مولکول مثلا من اینجا خاکستری رنگ میکشم. این چیه؟ مثلا این رنا آر ان ای. یه دونه رنا آر ان ای از روی این ساخته میشه توسط یه آنزیم به اسم رنا بسپاراز که اینجا داره کار میکنه. حالا اگر فرض کنم که توی این دی ان ای تو رشته الگو نوشته بود آ تی سی جی آ تی، پس تو آر ان ای که داره روبروش ساخته میشه چی می‌نویسه؟ تو آر ان ای می‌نویسه یو آ جی سی یو آ. قبول داری؟ یعنی مکملش رو به زبان آر ان ای نوشتم. اگه آ بود روبروش یو نوشتم، اگه تی بود روبروش آ نوشتم، اگه سی بود روبروش جی نوشتم، اگه جی بود روبروش سی نوشتم. درسته؟ همچین آر ان ای ساخته میشه. در همین زمان اگر من اون یکی رشته رو نگاه کنم، میبینم تو اون یکی رشته دی ان ای نوشته بوده تی آ جی سی تی آ. انگار چیزایی که تو آر ان ای نوشته بوده رو تو اون نوشته، فقط جاهایی که یوه اون نوشته بوده تی. قبول داری؟ چون اینا جفتشون مکمل این رشته الگو ان دیگه. رشته الگو نوشته آ تی سی، این باید نوشته شه یو آ جی، اون باید نوشته تی آ جی، چون اونا جفتشون مکمله. پس میخوام بفهمید از بین دو رشته دنا یکیش به عنوان رشته الگو عمل میکنه، عروش آر ان ای ساخته میشه. اون یکی رو اصطلاحاً بهش میگن رشته رمزگذار. اون یکی رو اصطلاحاً بهش میگن رشته رمزگذار با دالزال. چرا رمزگذار؟ چون انگار تو وقتی نگاش میکنی داری از رو رمزایی که داخل آر ان ای نوشته میخونی. معنیش اینه. واسه همین بهش میگن رمزگذار. تو نگاش میکنی انگار داری چیزایی که تو آر ان ای نوشته رو میخونی، فقط به جای اینکه یو ببینی هر جاش یو بوده تی میبینی. فرقش فقط همینه. پس ما میخوایم اینو الان توضیح بدیم. در دی ان ای دو رشته وجود داره. این دو رشته در ژن وقتی از هم واز میشن، یکیش الگوه. از رو اونی که الگوه آر ان ای ساخته میشه. اون یکی بهش میگن رمزگذار. نگاش که میکنی انگار که مکملش رو تو اون یکی داری میبینی. خب بعد اینجاها هیچ اطلاعات وراثتی توش نیست. اینجاها هیچ اطلاعات وراثتی توش نیست. پس جمله کتاب درسی داشت چی میگفت؟ گفت از روی بخشی از یکی از رشته ها آر ان ای ساخته میشه. نگاه، مثلا از روی این بخش که ساخته نمیشه، از روی این بخش که ساخته میشه،
از روی بخشی، اونم فقط از یکی از دو رشته که بهش میگن الگو، از روی بخشی از یکی از دو رشته دی ان ای آر ان ای ساخته میشه. پس این یکی هم اسمشو می‌نویسن، به این یکی میگن چی؟ رشته الگو. به اون یکی رشته میگفتن چی؟ رمزگذار. به این میگن رشته الگو. پس آقا مولکول رنا تک رشته‌ایه، از روی بخشی از یکی از رشته‌های دنا ساخته میشه. رناها نقش‌های متعددی دارن که اینم تعبیره. اگر به من بگم مولکول هایی که در یاخته نقش‌های متعدد داره، یکی میشه رنا، یکی هم میشه پروتئین ها. این دوتا نقش‌های متعدد دارن توی سلول، یکی رناها، یکی پروتئین ها. اینا نقش‌های متعدد دارن که میگه حالا ما می‌خوایم اینجا به بعضی از این نقش‌ها اشاره کنیم. 4 نوع رنا تو کتاب درسی یاد میگیریم: رنای پیک، رنای ناقل، رنای رناتنی و رنایی که باعث دخالت در تنظیم بیان ژن میشه. اینا رو من یه لحظه اینجا با نقاشی اول توضیح میدم که بهتر بفهمیم، بعد میریم رو کتاب میخونیم. یه سلول میکشم، یه هسته میکشم. الان پس این یاخته است. این چیه؟ این هسته است. تو هسته دی ان ای میکشم. الان اینجا داخل هسته یه دی ان ای میکشم. این چیه؟ دی ان ای. گفتیم از روی بخشی از یکی از این رشته های دی ان ای آر ان ای ساخته میشه. پس مثلا من اینجا یه آر ان ای میکشم، انگار از روی این ساخته شده. به این بچه‌ها میگن ام آر ان ای یا میگن رنای پیک. حکمت ساخته شدنش اینه: دی ان ای تو هسته است، رناتن یا همون ریبوزوم بود پروتئین سازی میکرد، اون توی سیتوپلاسمه. پس خود رناتن نمیتونه از رو اطلاعات دی ان ای بخونه، چون جاشون جداست. یعنی داخل هسته دی ان ای رو داریم ولی بیرون هسته رناتن داریم. خود رناتن دستش به دی ان ای نمیرسه که روش بخونه. به خاطر همین یه مولکول میانجی وجود داره به اسم ام آر ان ای، رنای پیک هم بهش میگن. ام آر ان ای از روی بخشی از یکی از رشته‌های دی ان ای ساخته میشه، از تو هسته تشریفشو میاره بیرون، میرسه به دست این آقای رناتن و رناتن از روی اون پروتئین سازی میکنه. پس رناتن مستقیما نمیتونه دستورالعمل‌های دی ان ای رو بخونه چون پیشش نیست، چون رناتن بیرون هسته است، دی ان ای توی هسته است. واسه هم یه میانجی بینشون وجود داره. میانجی کیه؟ ام آر ان ای، رنای پیک. ام آر ان ای از توی هسته که ساخته شد میاد بیرون، اطلاعاتو میبره میرسونه به دست رناتن که عروش بتونه پروتئین سازی کنه. خب موقعی که رناتن میخواد پروتئین سازی کنه، باید آمینو اسیدا یکی یکی بیان به هم وصل بشن، پروتئین تولید شه. درسته؟ آمینو اسیدا به هم وصل بشن، پروتئین تولید شه. آمینو اسیدها رو کی میاره؟ تی آر ان ای. یه دونه آر ان ای دیگه وجود داره، آمینو اسید بهش وصل میشه، بهش میگن تی آر ان ای. رنای ناقل هم بهش میگن. تی آر ان ای آمینو اسیدا رو میاره میده دست رناتن. این پیک موتوریه. مثلا الان رناتن میخواد آشپزی کنه، برای آشپزی نیاز به مواد اولیه داره، زنگ میزنه سوپرمارکت، پیک موتوری براش میفرستن. پیک موتوری چیه؟ تی آر ان ای. تی آر ان ای آمینو اسیدا رو میاره میده دست رناتن که رناتن اون آمینو اسیدا رو به هم دیگه وصل کنه. یه رنای دیگه داریم، آر آر ان ای، رنای رناتنی. اصلا در ساختار خود این رناتن آر آر ان ای وجود داره. رنای رناتنی تو ساختارشه، یعنی جنس رناتن از جنس پروتئین و یه آر ان ای خاصی به اسم آر آر ان ای. چندین مدل هم داره. این آر آر ان ای ها نقش آنزیمی دارن. مثلا وقتی این آمینو اسیدا اومدن توسط تی آر ان ای، آر آر ان ای میگیره اونا رو به هم میچسبونه و بینشون پیوندهای پپتید رو ایجاد میکنه. آر آر ان ای پس نقش آنزیمی داره. تا اینجا مرور کنم. 3 جور آر ان ای تا الان درس دادم. ام آر ان ای میانجی بود، اطلاعات وراثتی رو از دی ان ای هسته انگار میگرفت میآورد به دست رناتن میداد. تی آر ان ای پیک موتوری بود، کارش این بود که آمینو اسیدها رو میآورد میداد به رناتن تا بتونه آشپزیشو انجام بده، پروتئینش رو تولید کنه. خود رناتن توش آر آر ان ای هست که آر آر ان ای نقش آنزیمی ایفا میکنه. خب برسیم به آخریش. آخرین آر ان ای که داریم بچه‌ها بهش میگن رنای کوچک. رناهای کوچک میان به اول ام آر ان ای میچسبن، از کار میندازنش. یعنی وقتی که رناهای کوچک چسبیدن اول ام آر ان ای که میاد بیرون، اگر اولش چیزی چسبیده باشه دیگه رناتن که بهش وصل نمیشه. پس وقتی رناتن بهش وصل نشه دیگه پروتئین سازی هم انجام نمیشه. انگار که وقتی ام آر ان ای بهش رنای کوچک بچسبه کلا از کار میفته، محتویات وراثتی دیگه مطرح نمیشن تو سلول، دیگه بیان نمیشن، دیگه از روشون اون پروتئین مورد نظر ساخته اصطلاحاً میگن ژن خاموش میشه. یعنی میگن این رناهای کوچک در تنظیم بیان ژن نقش دارن. رنای کوچک
در تنظیم بیان ژن نقش داره، ژن رو خاموش میکنه. اگر رنای کوچک چسبید به mRNA رو از کار میندازه. mRNA که از کار افتاد دیگه از روی اون پروتئین ساخته نمیشه. پس رنای کوچک نقشش میشه تنظیم بیان ژن. این چیزاییه که الان در این صفحه به ما میگه و خیلی سربسته توضیح میده. تمام اینا رو ما تو فصل 2 مفصل درس میدیم. یعنی تمام این mRNA، tRNA، rRNA، رنای کوچک، اینا رو مفصلا ما تو فصل 2 درس میدیم. اینجا خیلی خلاصه در حد یه اشاره گفته، ما هم در حد همین یه اشاره فعلا بسنده میکنیم. آقا پس رنای پیک چی بود؟ mRNA. اونی بود که اطلاعات رو از دنا به رناتن میرسان. این یه جورای تعبیرم هست. اونیه که اطلاعات رو از دنا به رناتن میرساند و رناتن با استفاده اطلاعاتی که تو این رنای پیک هست دست به چه کاری میزنه؟ پروتئین سازی، که میگه در فصل بعد حسابی درس میدیم. رنای ناقل tRNA پیک موتوری ما کارش اینه که آمینو اسیدها را برای استفاده در پروتئین سازی به سمت رناتن میبره. اینم تعبیره ها، به شما میگه نوعی رنا که آمینو اسیدها رو برای استفاده در پروتئین سازی به سمت رناتن میبره، تعبیرش میشه tRNA. رنای رناتنی در ساختار رناتن وجود داره. دیگه در ساختار رناتن علاوه بر اینکه پروتئین داریم، ما رنای رناتنی هم داریم. بچه‌ها نقشش آنزیمیه. این نقش آنزیمی که اینجا نوشته مال اینه. نقشش آنزیمیه، رنای رناتنی. و آخریش میگه یه رناهایی هستن در تنظیم بیان ژن دخالت میکنن که من اینجا اشاره میکنم، مثلا بعضی رناهای کوچک با اتصال به mRNA موجب خاموش شدن بیان ژن میشوند. یعنی وقتی این رناهای کوچک میان وصل میشن به mRNA بلا استفاده میشه، خراب میشه و دیگه رناتن بهش وصل نمیشه و دیگه اصلا از روش پروتئینی تولید نمیشه. پس بعضی رناهای کوچک با اتصال به mRNA موجب خاموش شدن بیان ژن میشن، واسه همین میگن که در تنظیم بیان ژن دخالت دارن، چیزی که اینجا برای ما نوشته. خیلی خوب، اینم دیگه حالا انواع رنا. بچا از این تست نمیزنیم به خاطر اینکه اصلا درسش ناقصه. درس این تو فصل 2 کامل میشه. من فقط گفتم که شما وقتی میخواید برید گفتار یک این کتاب رو الان تست بزنید از تو مثلا پینوکیو، اشکال نداشته باشید با این قسمت، درگیر نباشید با این قسمت، بدونین که حالا در حد چه نکاتی اشاره کرده و بتونین این گفتار رو به طور کامل کار بکنید. خب گفتار 1 فصل 1 به پایان رسید. فصل 1 بچه‌ها فصل آسونیه، یه مش دانشمند فعلا تا اینجا ما خوندیم، با یه مقداری در مورد ساختار دی ان ای و نوکلئوتید و همچنین یه تیکه کوچولو هم آر ان ای الان خوندیم. اینا رو حتما درست حسابی مطالعه بکنید و باید ازش تست حل بکنید. تکلیف این رو برای جلسه آینده که پنجشنبه هست، نه برای هفته بعدتر میخوام. یعنی تا اون موقع انتظار دارم دیگه کتاب پینوکیو داشته باشید. خب پس بذارید اینجا من می‌نویسم. بذار اینجا تو صفحه بعد این پایینه یادداشت میکنم، می‌نویسم تکلیف. خب میشه الان اینجا میارم، شماره تستش هم بهتون میگم. کتابو داریم از 3005 تا 3037 میشه تست 3005 تا 3037 پینوکیو. برای کی گفتم میخوامش؟ این برای سه‌شنبه آینده. یعنی تا اون موقع الان شما یک هفته فرصت دارید کتابو تهیه کنین دیگه و تا اون موقع دیگه میتونین تست بزنین. پس این برای تکلیفتون شد. خب بریم 10 درس بدیم بچه‌ها. اینو سیو کنم. بریم 10 درس بدیم. درس 10 جلسه گذشته ما این گفتار 2 رو کامل کردیم. یه مرور سریع میکنم. اومدیم اول در مورد ویژگی‌های حیات که 7 بودن صحبت کردیم. گفتیم آقا اینجوری نیست همه این ویژگی‌ها رو همه داشته باشن. یه سریش استثناء داشت، همیستایی استثناء داشت، نمو استثناء داشت، تولید مثل استثناء داشت و سازش با محیط. سطوح سازماندهی حیات 10 سطح بود. اینا رو بررسی کردیم. مولکول‌های زیستی رو تقسیم بندی کردیم. گفتیم شامل کربوهیدرات، پروتئین‌ها، لیپیدها، نوکلئیک اسیدها میشه. اینا رو همه رو گفتیم. یه توضیحاتی هم در مورد هر کدومشون دادیم که حالا از این هم تکلیف براتون تعیین میکنم حل کنید. اما میخوایم بریم سراغ گفتار 3 یاخته و بافت در بدن انسان. میخوایم بریم دیگه یاخته شناسی یاد بگیریم. یاخته یا سلول
کوچکترین واحد سازنده بدن هست. اینجا نوشته یاخته واحد ساختار و عملکرد در جانداران. آقا این تعبیره، مارکر تو بیار بکش بهش. مارکر سبزه بودا، بیارش بکش به این. واحد ساختار و عملکرد جانداران، تعبیرش میشه یاخته. یه تعبیر دیگه هم داره، چندمین سطح سازمانیابی حیات، اولین سطح سازمانیابی حیات میشه یاخته. این هم یه تعبیر دیگه‌اش. مثلا شما فکر کن میاد به شما میگه که کدام گزینه در رابطه با اولین سطح از سازمانیابی حیات صحیح است. گزینه 1 واحد ساختار و عملکرد جانداران محسوب میشود. درسته؟ به خاطر اینکه دقیقاً واحد ساختار و عملکرد میشه همون یاخته، سطح اول سازمانیابی حیات. میگه در این عکس شما بخش‌های تشکیل دهنده یک یاخته جانوری را میبینید. دقت کنید، در یاخته جانوری مثلا ما یک ساختاری به اسم میانک داریم، سانتریول. این رو ما تو گیاهی نداریم. پس برای این گفته جانوری، یعنی میخواد بدونی که یه چیزایی که تو این تصویر میبینی ممکنه مثلا تو گیاه دیده نشه. بگین که هر یک از بخش‌های یاخته چه کاری انجام میدن. باشه الان کامل توضیح میدیم. میگه اگر بخوایم ساده بگیم میتونیم بگیم یاخته از 3 بخش تشکیل شده. حالا این 3 بخش چیا میشه؟ 1 هسته، 2 سیتوپلاسم و 3 غشا. خود سیتوپلاسم رو بچه‌ها تقسیم میکنن به ماده زمینه و اندامک ها. سیتوپلاسم خودش تقسیم میشه به ماده زمینه و اندامک ها. یه لحظه اینجا رو الان تعجب بفرمایید. الان این سلولی که کشیده، این که قشاشه، اینم که هستشه، این بنفشنگه، خب، و هر چیز دیگه‌ای که میمونه میشه سیتوپلاسم. پس قشا، هسته، هر چی که مون میشه سیتوپلاسم. برای سادگی مطلب توی مثلا ابتدایی و اینا برای ما چه مثالی میزنن؟ میگن آقا یه تخم مرغ رو تصور کن. تخم مرغ یک پوسته‌ای داره، یه زرده‌ای داره، یه سفیده‌ای. زرده میشه هسته، پوسته میشه قشا، حالا سفیده میشه کلا سیتوپلاسم. سیتوپلاسم بچه‌ها خودش تشکیل شده از اندامک‌ها و ماده زمینه. مثلا الان نگاه، اینا این کپسول ژلوفن کشیده، اینا که اینجا هستن، اینا چی هن؟ اینا مثلا میتوکندری هن، اندامک هن. لای اینا این قسمت هستا، این قسمت کرمی رنگ، این میشه ماده زمینه. گرفتی؟ پس یعنی اندامک و ماده زمینه، اینا اندامک، اینا ماده زمینه کرمی رنگ، این میشه سیتوپلاسم. نکته، همونطور که میبینید الان در توضیحی که گفته شد، هسته جزو اندامک نیست. بچه‌ها هسته اندامک محسوب نمیشه تو کنکور. هسته اندامک نیست. مثلا اگر به شما بگه که آقا یه پروتئین هایی میرن در داخل اندامک ها فعالیت میکنن، شما نمیتونی مثال از این پروتئین ها بگی هیستون. چرا؟ چون هیستون مال هسته است. هیستون یه پروتئینی بود داخل هسته، میومد دی ان ای رو فشرده میکرد. هسته اندامک نیست، بنابراین هیستون هم جزء پروتئین‌های اندامکی محسوب نمیشه، چون میره تو هسته فعالیت میکنه. پروتئینایی که برن توی اندامک ها میشن پروتئین‌های اندامکی. اوکی؟ پس یادتون باشه هسته جزء اندامک محسوب نمیشه، یه جزء مهمتری از اندامک محسوب میشه، یه چیز اصلا اصلی سلوله. همونقدر که قشا مهمه، همونقدر که کلیت سیتوپلاسم مهمه، هسته هم به همون میزان مهمه. اندامک محسوب نمیشه. اینجا هم نوشته یاخته جانوری و اندامک های آن از بالا تا پایین میخونی، اسمی از هسته وجود نداره. پس اصلا هسته رو بچه‌ها اندامک محسوب نمی‌کنیم. خب ماده زمینه از چی تشکیل شده؟ کتاب گفته از آب و مواد دیگر. حالا یعنی چی از آب و مواد دیگر؟ شما مثلا تو ماده زمینه به جز این که آب رو میبینید، پروتئین میبینید، قند میبینید، یون میبینید و غیره چیزهای خلاصه داخلش میتونید مشاهده کنید مثل اینها. یعنی این مایعی هست که اینجا هست، این ماده زمینه، توش آبه، توش پروتئین، توش قند گلوکوز مثلا هست، یون داخل، سدیم، پتاسیم، کلسیم، این چیزا توشه. اما اندامک ها رو به 2 دسته دوباره طبقه بندی میکنیم. میگیم اندامک ها یا بدون غشاان یا غشا دارن، یا بدون غشاان یا غشا دارن. اندامک بدون غشا کلا 2 تا توی این تصویر داریم، یکی رناتن یا همون ریبوزوم، یکی میانک یا همون سانتریول. اینا اندامک های بدون غشا هستند. آقا اجازه، ما معلممون گفته اندامک ها همونایی هستند که غشا دارن. اشتباه کرد معلمتون. درسی که داده مال دوران ناصرالدین شاهه. در کتاب درسی شما اندامک ها بدون غشا دارن و غشادار. اندامک بدون غشا میشه رناتن و میانک،
حالا اندامک غشادار میشه بقیه اندامک‌ها. مثلا بقیه اندامک‌هایی که توی این عکس داریم چیا هست؟ راکیزه داریم، اندوپلاسمی داریم، ریزکیسه داریم، کافنده تن داریم، گلژی داریم. اینا دیگه غشا دارن. اینا میشن همگی اندامک‌های غشادار. اندامک بدون غشا میشن همون رناتن و میانک یا ریبوزوم و سانتریول. خیلی خوب. پس طبقه بندیش رو اول از همه عرض کردم، فهمیدیم. حالا بریم سراغ هسته. یکی یکی میخوام اجزا رو توضیح بدم دیگه. اول بریم سراغ هسته، بعدم میریم سراغ سیتوپلاسم، اندامک‌ها و اینا، آخرش هم میریم سراغ غشا. اول هسته. آقا این عکس هسته است. هسته لزوما همیشه وسط نیست. الان تو این عکس به نظر میاد هسته وسطه. ولی ما خیلی سلولا داریم که هسته اونا وسط نیست. الان من همینجوری بگم بچه‌ها یه سلول بگین که هستش زیر غشاه، احتمالاً میگید چربی. یعنی اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه میشه سلول چربی. نگاه این سلول چربی. ببینید هستش زیر غشا، هستش زیر غشا گوشه‌ایه، وسط نیست. اصطلاحاً میگن یافته‌های چربی انگشتری شکلن. یعنی تجسم میکنن این انگار مثل یه حلقه انگشتره، اینم نگین اون انگشتره. اینجوری تجسمش میکنن، میگن یافته‌های چربی انگشتری شکل. پس این یه مثاله. مثلا یه مثال دیگه بخوام بزنم از کتاب 11 برات مثال میزنم. در کتاب 11 همون فصل اولی اینجا رو نگاه کن. این سلول چیه؟ نوروگلیا میلین سازه، درسته؟ هستش وسط نیست، هستش زیر غشاه. باز بخوام مثال بزنم از خود کتاب 10 مثلا میرم فصل گوارش. خب سلولایی بودن توی روده ریسپورز داشتن، یادت میاد؟ این سلولا غشاپایه‌شون اینجاست. پس این که هستشونه، هسته در موقعیت قاعده‌ای میگیم قرار داره. یعنی الان هسته اینا وسط نیست. اگه بالا بود میگفتیم رأسیه، اگه نزدیک غشای پایه باشه میگیم قاعده‌ایه. پس الان هسته این در موقعیت قاعده‌ای قرار گرفته که این نکته در کنکور اردیبهشت 403 هم ازش سوال طراحی شده. میخوام بهتون بگم جای هسته ها بچه‌ها مهم، حفظ باید بکنید. هر جای کتاب عکس از سلولی کشیده بود، جای هسته‌شو مشخص کرده بود و اسم داشت اون سلول، شما باید با اسمش یاد. حالا مثلا این پس خیلی مهم نیست، ولی مثلا سلول ریسپورز داره روده باریک، چون اسم داره مشخص کرده هستش کجاست، در موقعیت قاعده‌ای نزدیک غشای پایه دور از اون ریسپورزها قرار گرفته. جاشو باید یاد بگیرید. خب این در مورد جای هسته. اما ساختارشو بگیم. هسته دو غشا داره، یعنی یک ساختار دو غشاییه. دقت کنید اگه بگن یک اندامک دو غشاییه خب غلطه، چون اصلا اندامک نیست، ولی یک ساختار دو غشاییه. بذار من دو غشاشو اینجا الان براتون علامت بزنم. نگاه، این یه غشا غشای بیرونی، این یه غشا غشای داخلی. دوباره این ور، این یه غشا غشای بیرونی، این یه غشا غشای داخلی. ولی به دو تا غشاش با هم میگن پوشش هسته. یعنی اگه به من بگن هسته چند پوشش داره، میگم یک پوشش ولی دو لایه. یعنی میگم یک پوششی که از دو غشا تشکیل شده. پس اینجا می‌نویسم یک پوشش دو غشایی. هسته دارای یک پوشش دو غشاییه. اگه بگن از چند لایه فسفولیپیدی تشکیل شده، میشه 4 تا، مگه نه؟ چون هر غشای خودش دارای دو لایه فسفولیپیدیه. یعنی پس یک پوشش دو غشایی داره هسته، یا به عبارت دیگر دارای 4 لایه فسفولیپیدی هست. به عبارت دیگر دارای 4 تا لایه فسفولیپیدی هست. خب اگر چیزی بخواد وارد هسته شه یا از هسته خارج بشه، مجبوره از تو منافذ هسته عبور کنه. منافذ هسته رو سبز کشیده. بچه‌ها از جنس پروتئینن. 8 تا پروتئین دور هم جمع شدن منفذ هسته. اگه با دقت تو شکل کتاب خود نگاه کنی کیفیتش بهتره. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا، اینم 8می. 8 تا دونه پروتئین دور هم جمع شدن و یک سوراخی ایجاد کردن تو هسته که بهش میگیم منفذ هسته. الان مثلا اینجا هم دوباره چیه؟ منفذ هسته است. به این صورت. دوباره اینجا الان این چیه؟ منفذ هسته است. به این صورت. درسته؟ پس ما منفذ هسته رو در جاهای متعددی میبینیم. طبیعتا فاصله همه منفذها با هم برابر نیست. مثلا این دوتا به هم نزدیکتر، این دوتا هم دورتر. کلا در زیست چیزای شرکتی کم داریم دیگه. بی فاصله همه منافذ هسته یکیه و درست نیست. و از 8 تا زیرواحد پروتئینی گفتیم تشکیل شده. 8 تا زیرواحد پروتئین با همین منفذ رو درست کردن. الان تو درسمون گفتیم آرنه از هسته میره بیرون، یادته؟ پس آرنه با عبور از منافذ پروتئینی هسته خارج میشه، میره تو سیتوپلاسم، میرسه دست رناتن. یا مثلا هیستون ها گفتیم پروتئین های داخل هسته فعالیت میکنن، دی ان ای رو فشرده میکنن. هیستون ها تو سیتوپلاسم که تولید شدن از منفذ هسته رد میشن، میرن داخل میچسبن به دی ان ای و دی ان ای رو فشرده سازی میکنن که اینا رو تو 11 داشتیم.
نکته ای که پس میخوام اینجا اضافه کنم، منفذ هسته که نوشته می‌نویسم 8 زیرواحد پروتئینی، درسته؟ از 8 زیرواحد پروتئینی تشکیل شده. 8 تا دونه پروتئین دور هم جمع شدن، این منفذ هسته رو ایجاد کردن. خب این از غشای هسته که گفتیم 2 تا غشا داره ولی یه پوشش محسوب میشه. محتویات هسته هم یه اشاره کنیم، بحث هسته به پایان میرسه. در داخل هسته بچه‌ها دی ان ای رو میبینید که به شکل یک رشته های ظریفی برای شما کشیده. یادت میاد تو 11 وقتی دی ان ای به شکل رشته های ظریف دیده میشد بهش چی میگفتن؟ میگفتن فامینه یا کروماتین. پس الان این دی ان ای که شما اینجا میبینی به شکل رشته های ظریف مشاهده میکنی، من بهش میگم چی؟ فامینه یا کروماتین. اما تو همین فامینه یا کروماتین بچه‌ها یه جاییش هست فشرده تره و اونجا که فشرده تره بهش میگن هستک. سلولا ممکنه هستک داشته باشن، ممکنه نداشته باشن. ممکنه هستکشون یه دونه نباشه، چند تا باشه. گفتم ممکنه اصلا هستکی توش دیده نشه. هستک محل ساخت رناتنه. داخل این هستک ریبوزوم یا رناتن تولید میشه. پس این قسمت که الان اشاره کردم نوشتم هستک، یه توضیح هم اینجا در موردش میدم، اشاره میکنم میارم بیرون، میسم محل تولید رناتن. یعنی اگر یک سلولی پروتئین سازی شدیدی داشته باشه، پس نیاز به رناتنش هم زیاده، چون رناتن پروتئین میساخت. پس هستکش هم با هم مشخص باشه. الان میخوام بهتون هستک رو در بعضی از سلولای گیاهی و جانوری و اینا نشون بدم. مثلا در همین کتاب 11 همین صفحه که بازه. الان اینجا رو بچه‌ها نگاه کنی. این نورونه تو 11 کشیده، هسته داره، هستش وسط نیست، رفته کنار. و بعدم این چیه توش؟ این قلمبه، این هستکشه. نورون خیلی پروتئین سازی میکنه، ناقل عصبی تولید میکنه. ناقل عصبی که نورون ها تولید میکنن از این تهشون میریزن بیرون، نیاز به این داره که رناتنا بسازنش، چون از جنس پروتئینه. و بنابراین هستک مشخص هم در داخلشون دیده میشه که اونجا کارش رناتن سازیه. یا مثلا در این کتاب 10 که دستمونه، یه لحظه بریم گیاهی. خب بحث بافتای گیاهی هستا. یه جای سلولی به ما درس میده به اسم سلول کلانشیم. اینو میبینید؟ این سلول کلانشیم در چاپای قبلی کتاب اگر شما توش نگاه بکنی میبینی چندین تا از این هستک‌ها کشیده. الان از توش حذف کرده. ولی طراحانی که از بانک تست سوال میدن، کما اینکه الان مثلا در تیرم یه دونه اتستا از بانک تست بود، طراحانی که از بانک تست سوال میدن ممکنه یادشون باشه، بگن آقا مثلا این کلانشیم دارای هستک‌های متعدد میتونه باشه. خب پس اینو تو ذهنتون داشت. من الان پاکم، بعدن توش دوباره سر درس خودش میکشم. خواستم بفهمید که ما این هستک رو در کتاب درسی چندین جا مشاهده میکنیم، تو ذهنتون پس داشته باشیدش. خیلی خوب آقا، بحث هسته رو مرور کنم تا برم اندامک. هسته اندامک نیست، یک ساختاری هست، مرکز کنترل سلوله، ماده وراثتی سلول داخل اون قرار گرفته، دی ان ای داخل اون قرار گرفته، کروموزوم، فامینه، این چیزا داخلش قرار گرفته. هسته یک پوشش 2 قشایی داره، 4 لایه فسفولیپیدیه، هر چی بخواد رد از منافذ پروتئینی هسته رد میشه که از جنس 8 تا زیرواحد پروتئینی دور همدیگه بود. داخل هسته شما میتونی فامینه ببینی که این فامینه که در واقع همون رشته‌های دی ان ای هست همراه با پروتئین‌ها همراه خوش مثل هیستون و اینا، یه جایی خودش فشرده تره. اون جایی که فشرده تر بهش میگن هستک. هستک هم کارش ساخت رناتنه. خیلی خوب، دست از سر کچل هسته ور میدارم، میرم سراغ اندامک. اندامک هایی که در یافتن خیلی زیادن. اول میرم اندامک های کیسه مانند رو براتون میگم. اندامک های کیسه مانند، اونایی که در ساختارشون شما اسم از کیسه میتونی بیاری. الان نگاه کنید بچه‌ها، اینجا نوشته کیسه، اینجا نوشته کیسه، اینجا هم نوشته کیسه، اینجا هم نوشته کیسه. هر اندامک کیسه مانند در یاخته جانوری شامل چیا میشه؟ شبکه اندوپلاسمی، دستگاه گلژی، کافنده تن یا همون لیسوزوم و ریز کیسه یا همون وزیکول. اینا میشن اندامک‌های کیسه مانند. بریم یکی یکی در موردشون صحبت کنیم. اول شبکه اندوپلاسمی. بچه‌ها
یه شبکه‌ای هست در سراسر سیتوپلاست گسترش پیدا کرده، یعنی انگار بزرگترین اندامک سلوله، بهش میگن شبکه آندوپلاسمی. یه قسمت بزرگیش معمولا اینجوریه که بهش رناتن وصل میشه و بنابراین در پروتئین سازی کار میکنه، بهش میگن آندوپلاسمی زبر. دلیل زبریش اینه زیر میکروسکوپ که نگاه میکنی میبینی این رناتن ها رو سطحش چسبیدن، انگار زبر به نظر میرسه، واسه همین بهش میگن شبکه آندوپلاسمی زبر. یه بخشش هم هست که معمولا کوچیک‌تره، ببین ممکنه هست یه جاشون برعکس شه، ولی معمولا کوچیک‌تره، بهش میگن شبکه آندوپلاسمی صاف. دلیل این که میگن صاف اینه که دیگه بهش رناتن وصل نمیشه، پس کارش هم دیگه پروتئین سازی نیست، دیگه کارش میشه لیپید سازی. شبکه آندوپلاسمی صاف لیپید سازی میکنه، شبکه آندوپلاسمی زبر پروتئین سازی میکنه. اگر یه سلولی باشه کار اصلیش تولید لیپید باشه، من انتظار دارم توی اون سلول شبکه آندوپلاسمی صافش گسترده تر از زبرش باشه. ولی اگر سلول ما کار اصلیش پروتئین سازی باشه یا این سلول باشه اطلاعات خاصی در موردش نداریم، در این صورت در نظر میگیریم زبرش همونطور که میبینید از مقدار صافش بیشتره. شبکه آندوپلاسمی زبر کیسه های خیلی زیادی داره که به هم متصلن، از داخل هم به هم راه دارن، مثلا الان نگاه اینا ببین از داخل به هم راه دارن. ولی شبکه آندوپلاسمی صاف هم کیسه داره هم لوله داره. الان این قسمت هایش که یه مقداری حالت پهن‌تری داره، مثلا اینجاشو می‌بینی، باز اینجا اینو می‌بینی، اینجا که حالت پهن‌تری داره، اینا میشن کیسه‌اش. یه قسمتاش هم این شیر دستشویی میمونه، دیدی این شیر دستشویی چه شکلی، اینا میشن لوله‌اش، این لوله آب سر سینک دستشویی میمونه. پس یعنی شبکه آندوپلاسمی صاف هم کیسه داره هم لوله، ولی شبکه آندوپلاسمی زبر صرفاً چی داره؟ کیسه داره. خب من مقایسه میپرسم، تو به من جواب بده، از بین شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف به طور معمول کدومش کوچیک‌تره؟ صاف. کدومش به رناتن وصل میشه؟ زبر. کدومش مستقیما به غشای هسته وصله؟ زبر. نگاه کن، اونی که مستقیما به غشای هسته وصله زبر. کدومش از هسته فاصله زیادی داره؟ صاف. نگاه کن صافو ببین، از هسته فاصله زیادی داره. کدومش علاوه بر کیسه لوله هم داره؟ صاف. ولی برای زبر باید چی میگفتم؟ باید میگفتم فقط چی داره؟ کیسه داره. خیلی خوب، این شد مقایسه شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف با هم دیگه. بریم یه لحظه متنشو بخونیم. نوشته شبکه آندوپلاسمی، خب توضیحش چیه؟ گفته شبکه ای از لوله ها و کیسه ها، فونتم سفیده، فونتم آبی کنم. شبکه ای از لوله ها و کیسه ها که در سراسر سیتوپلاست گسترش داره. این تعبیرشه. به شما میگه شبکه از کیسه ها که در سراسر سیتوپلاست گسترش، تعبیر میشه آندوپلاسمی. بر دو نوع، یکی زبره که دارای رناتنه، یکی صافه که بدون رناتنه. زبر پس چون رناتن داره در ساخت پروتئینا کار میکنه، صاف که رناتن نداره در ساختن لیپیدها نقش ایفا میکنه. این شد شبکه آندوپلاسمی. خیلی خوب، بذار تا همینجا من یه دونه تست بنویسم. اینجا جا داریم دیگه، بذار اینجا می‌نویسم که چند مورد به مشخصه متمایز کننده شبکه آندوپلاسمی صاف نسبت به زبر به درستی اشاره می کند. الف، فاصله بیشتر از منافذ هسته. ب، وجود کیسه های غشایی متعدد. جیم، اتصال به نوعی اندامک بدون غشا. دال، امکان
تماس با غشای یاخته. خب عددهارم به هم ریخته میذارم. 1 رو میذارم 3، 2 رو میذارم 4، 3 رو میذارم 2، 4 رو میذارم 1. کرم دارم. طراح خیلی وقتا کرم داره، دلش میخواد گزینه ها رو به هم بریزه. خب الان عروش میخونم تو حل کن 30 ثانیه. چند مورد به مشخصه متمایز کننده شبکه آن دو پیوست صاف نسبت به ضد به درستی اشاره میکنم؟ الف، فاصله بیشتر از منافذ هسته. ب، وجود کیسه‌های غشایی متعدد. جیم، اتصال به نوعی اندامک بدون غشا. این ب نقطهش افتاده اینجا میذارم. دال، امکان تماس با غشای یاخته. یه 20 ثانیه فکر کن. خب جوابتو انتخاب کن تو ذهنت. 5 4 3 2 1. خب چیکار کردی؟ آقا متمایز یعنی فرق، متمایز، تمایز، اینا یعنی فرق. داره میگه چند مورد فرق اندوپلاسمی صاف نسبت به ضبط. یعنی اگر یه چیزی تو صافه من میتونم درست بگم. مثلا الان بچه‌ها جیم رو شما نباید درست میگرفتید. جیم اتصال به اندامک بدون غشا، این یعنی رناتن. و این ویژگی کیه؟ این ویژگی زبره. ولی ما داریم الان میگیم بیا فرق صاف رو نسبت به زبر بگو، نه فرق زبر رو نسبت به صاف. فهمیدی؟ به ادبیات این سوال توجه کنین که یاد بگیرین. پس داریم میگه چند مورد فرق اندوپلاسمی صاف نسبت به زبره. جیم رو نمیزنم چون جیم یک ویژگیه که مال زبره. الف، فاصله بیشتر منافذ هسته، منطقیه به خاطر اینکه اندوپلاسمی صاف از هسته دور بود، زبر مستقیما اصلا به هسته چسبیده بود. ب، وجود کیسه‌های غشای متعدد رو غلط میگیرم چون این وجه تشابه محسوب شباهتشونه، نه وجه تمایز. این وجه تشابهه، اینو نمیگیرم. جیم هم که برعکسه. دال، امکان تماس با غشای یاخته بچه‌ها تو هیچ کدومشون وجود نداره. نه اندوپلاسمی صاف به غشای سلولی وصل میشه، نه اندوپلاسمی زبر. عکس رو نگاه کن. بیا حاجی جان نگاه کن. الان کدومش به غشا وصل؟ هیچ کدوم. نه اندوپلاسمی صاف نه اندوپلاسمی زبر، هیچ کدوم به غشا متصل نمیشن. اینا قرار نیست به غشا اتصال داشته باشن. بناکو اینجا آها. و من اینو هم غلط میگیرم. این میگم هیچه، اصلا برای هیچ کدومشون منطقی نیست. خب یه دونه شد ها مشخصه که از من خواست، فقط شو مورد الف. اینم پس یه تست برای مقایسه اندوپلاسمی صاف و زبر. بچه‌ها دیدین مثلا مشاور، معلم، همکلاسی، هر کی یه آقایی تو تلویزیون میاد میگه که بچه‌ها مفهومی زیست بخون. مفهومی زیست خوندن رو همه توصیه میکنن ولی هیچکی برای شما توضیح نمیده یعنی چی مفهومی زیست خوندن. مفهومی یعنی مقایسه ای بچه‌ها. معنی مفهومی یعنی مقایسه ای. یعنی شما الان یه درس خوندی شبکه اندوپلاسمی صاف و اندوپلاسمی زبر. کاری که تو باید بکنی تو ذهنت اینه، تو باید بیای شبکه اندوپلاسمی صاف و زبر رو به طور کامل تو ذهنت با هم مقایسه کنی. یعنی باید ببینی چه ویژگی این داره، چه ویژگی اون داره، چیا بینشون مشترکه، چیا بینشون متفاوته، چیا رو هیچ کدومشون نمیشه نسبت داد، چیا رو به هیچ کدومشون نمیشه نسبت داد. اینا رو باید یاد بگیری. وقتی شما اینا رو کامل با هم دیگه از قبل تو ذهنت مقایسه کرده باشی، زمانی هم که میری سر جلسه امتحان اینا برات تکراریه، چون سوال حتما در مورد مقایسه اینا با همه. میاد میگه آقا این دو تا چه تشابهی دارن، این دو تا چه تفاوتی دارن، چه ویژگی مشترکی بینشون پیدا میشه، کدوم که ویژگی‌ها نمیشه به هیچ کدومشون نسبت داد. همینا سوال میپرسه. در زیست مطالعه مفهومی که همه میگن به این معناست. هر درسی دادیم دو تا چیز بود میشد با هم مقایسه کرد. بچه‌ها تو ذهنتون با هم مقایسه کنید. من سر کلاس این کارو میکنم البته. و این منظورم اینه مرورم که میکنی دوباره با خودت مقایسه کن. بیا بگو خب یادمه که سر کلاس فهمندی‌ها اومد زبر و صاف مقایسه کرد. بیا خودمون هم مقایسه کنیم. دوباره انو همه اینا رو تو ذهنت با هم دیگه مقایسه کن. اوکی. بریم سراغ اندامک بعدی. اندوپلاسمی رو گفتم بر گلژی. ایشون گلژی ان. کلا گلژی دانشمندی بوده، میافتاد تو بدن هر چی پیدا می‌کرد اسمش می‌ذاشته جسم گلژی. بعدن ان شاءالله قبول شدیم پزشکی می‌بینید یه چیزای دیگه هم تو بدن هی پیدا می‌کرد، هی اسم اونها رو هم می‌ذاشته جسم گلژی. خیلی جالبه. ولی اولین چیزی که خلاصه اسم خودش رو روش گذاشت این بود. یه اندامک غشاداری در داخل سلول هست به اسم دستگاه گلژی یا جسم گلژی.
دستگاه گلژی خیلی از بچه‌ها فکر میکنن شبیه به علامت وای فای. علامت وای فای اینجا ندارم، چه کامپیوتری که علامت وای فای نداره حاجی. علامت وای فای خودت دیدی چه جوریه دیگه. ببین یعنی خیلی ها فکر میکنن این شکلیه. این غلطه. گلژی این شکلی نیست. گلژی این شکلیه. یعنی بزرگترین کیسه گلژی در یک انتهای اون نیست. بزرگترین کیسه گلژی اون وسطاشه. الان نگاه کن اینو ببین، این قبول داری بزرگترین کیسه گلژی است؟ بیا بزرگترین کیسهش وسطاشه. یه ورش کیسه ای داره که همه کوچیک‌تره، اون ورش کیسه ای داره که نه همه بزرگتر و نه همه کوچیک‌تر. الان مثلا این میشه این کیسه ای که همه کوچیک‌تره، اون ور یه کیسه ای داره نه از همه بزرگتره و نه از همه کوچیک‌تره. پس دیگه فکر نکنی مثل علامت وای فای باشه. اینجوری نیستش که گنده ترین کیسهش در یک انتهاش قرار گرفته. این حرف غلطه. گنده ترین کیسهش وسطاشه. یه ور یه کیسه داره خیلی کوچیکه، یه ورم یه کیسه داره که نه خیلی بزرگه و نه خیلی کوچیکه. خب به اون وری که کیسه خیلی کوچولوئه وجود داره اصطلاحاً میگن جایگاه صادر کننده گلژی. یعنی از اینجا مواد رو صادر میکنه که بیان به غشا بچن از سلول بریزن بیرون. به اون وری که نه خیلی گسترده بود نه خیلی محدود بود میگن جایگاه دریافت کننده گلژی. از بین جایگاه دریافت کننده صادر کننده کدومش پک و پن‌تره؟ دریافت کننده. از بین جایگاه صادر کننده و دریافت کننده کدومش مقعر یعنی فرو رفته است؟ میشه صادر کننده. این مثلا مقعر ها حالت فرو رفته ای داره. برای اون یکی چی می‌نویسم؟ مهدب. یه حالت برآمده. این جایگاه دریافت کننده بالاش می‌نویسم چی؟ مهدب. اینو نوشتم مقعر. اوکی؟ کدوم اینا به غشا نزدیک‌تره؟ صادر کننده به غشا نزدیک‌تره. کدومش به اندوپلاسمی زبر نزدیک‌تره؟ دریافت کننده به اندوپلاسمی زبر نزدیک‌تره. حالا اصلا کار گلژی چیه؟ بچه‌ها گلژی پروتئین هایی که تو اندوپلاسمی زبر ساخته میشه ازش اول دریافت میکنه تو جایگاه دریافت کننده، اونا رو کد پستی میزنه، بسته بندی میکنه، روش میمیسه برسد به دست محیط خارج یافته‌ای، برسد به دست غشای یافته‌ای. خب کد پستی میزنه. بعد محتویات از جایگاه صادر کنندش جدا میشن، از اینجا با ریسکیسه هم جدا میشن و یه سرنوشتایی براشون پدید میاد که این سرنوشت‌ها تو کتاب 12 هست بهتون درس میدم. خب فعلا اجالتا پس ما چی فهمیدیم؟ فهمیدیم گلژی از کی پروتئین دریافت میکنه؟ از اندوپلاسمی زبر. اونا رو چیکار میکنه؟ بسته بندی میکنه. گاهی هم توشون یک کمی مجبور شه تغییرات شیمیایی ایجاد کنه. در نهایت چیکار میکنه؟ اونا رو صادر میکنه. در نهایت اونا رو صادر میکنه. الان اگر در تصویر توجه بفرمایید این دوتا ریسکیسه آبیه رو میبینید؟ این دوتا رو همرنگ اندوپلاسمی کشیده. این ریسکیسه بنفشا رو میبینید؟ اینا رو همرنگ گلژی کشیده. اندوپلاسمی پروتئین که ساخت با یه ریسکیسه هایی که میشن این آبیا میفرستدش برای گلژی. گلژی اونا رو میگیره، دستکاریاشو میکنه، کد پستیاشو میزنه و بعد با ریسکیسه های اونا رو میفرسته برای صادرات و برای فرستادن به بیرون سلول. این داستانا. اگر که به گلژی توجه کنید کیسه هاش از تو به هم راه ندارن، برخلاف اندوپلاسمی زبر. در اندوپلاسمی زبر اتفاقا کیسه ها از داخل به هم راه داشتن، در گلژی کیسه ها از داخل به هم راه ندارن. پس اگر یک ماده ای بخواد از این پله گلژی بره این پله یا بره این پله یا بره این پله، باید با ریسکیسه باز بره. یعنی انگار یه ریسکیسه ای از گلژی جوانه میزنه کنده میشه، بعد میاد میچسبه مثلا به پله دیگه‌اش و به این صورت محتویات رو در بین پله های خودش میتونه گلژی جابجا بکنه. این هم الان اینجا در تصویر کاملا مشخصه. خب بریم توضیحات گلژی رو بخونیم. برای گلژی بچه‌ها گفته گلژی کیسه هاییه که روی هم قرار میگیره. این تعبیرشه. کیسه هایی که در سراسر سیتوپلاسم گسترش دارن میشد اندوپلاسمی. کیسه هایی که روی هم قرار میگیرند شد گلژی. تعبیرشه. ببینید کیسه هایی که روی هم قرار چیکار میکرد؟ در بسته‌بندی مواد و ترشح آنها به خارج از یاخته نقش دارد. این اداره پست بود دیگه. نم از این. کیسه بعدی چی بود حاجی؟ کیسه بعدی
کافنده تن. کیسه بعدی کافنده تن بود. این کافنده تن اسم خارجکیش میشه لیزوزوم، ولی بیاین نگیم، بیاین فارسیشو بگیم، چون اگر اسم خارجکیشو بگیم با چیزهای دیگه قاطی میکنیم. مثلا یه چیزی ما داریم لیزوزیم و اینو با اون قاطی میکنیم، ولش کن. برای اینکه این مشکلات پیش نیاد اسم فارسیشو تمرین کن. به این اندامکه میگن کافنده تن. کافنده تن رو با ریسکیسه نگاه کن، علاوه اندازه کدومش بزرگتره؟ کافنده تن بزرگتره، ریسکیسه کوچیکتره. اینی که الان اینجا کشیده کنارش برای این کشیده که تو سایزشون رو تو ذهنت با هم مقایسه کنی. پس ریسکیسه کوچیکتره و کافنده تن بزرگتره. کافنده تن داخلش چی داره؟ نمیسم حاوی انواع آنزیم‌های گوارشی درون یافته‌ای. برای انجام گوارش درون یافته‌ای پس سلول نیاز به این کافنده تن داره. کافنده تن که میگیم انواع آنزیم‌ها رو داره یعنی چی؟ یعنی آقا پروتئازها به اضافه لیپازها به اضافه کربوهیدرازها به اضافه نوکلئازها، همه اینا رو آقا داره. انواع مواد آنزیمی تجزیه کننده انواع مواد مختلف رو داره. خب به چه درد میخوره؟ مهمترین دردی که این میخوره برای سلولای بیگانه خوار بدنه بچه‌ها. مثلا 11 باز کردم نه؟ آره اینا. مثلا یه لحظه بذار من یه عکس از ماکروفاژ یا همون درشتخوار که معروف ترین بیگانه خوار بدن هست برای شما بیارم. اینجا رو نگاه کنین بچه‌ها، عکس التهاب تو کتاب 11. ایشون کیان؟ درشتخوار. سلام آقای درشتخوار. آقای درشتخوار همونطور که می‌بینید یه عالمه کیسه توش کشیده، گردالیا. اینا چیه؟ کافنده تن. داخل این کافنده تنها آنزیم‌های گوارشی داره، آنزیم پروتئازها، لیپازها، نوکلئازها، کربوهیدراتها. باکتری رو که میخوره، اون رو بیگانه خواری میکنه، باید داخل خودش تجزیهش کنه. تجزیهش آنزیم میخواد. آنزیمش کدومه؟ آنزیم‌های کافنده تن. یعنی اینجوریه، یک کیسه درست میکنه باکتری توشه، یک کیسه هم داره کافنده تن. اینو به این وصل میکنه، آنزیم‌ها این میرزن رو این و اون باکتری اون داخل چی میشه؟ تجزیه میشه. پس کاری که میکنه اینه. کافنده تن فایدهش اینه، بیشتر از همه به درد سلولای بیگانه خواری کننده بدن میخوره. باز مثلا بچه‌هایی که درسشون کلا خوبه این جمله ها احتمالاً یادشون میاد. یه سلول بیگانه خوار دیگه داریم جزء گوشه‌های سفیده به اسم نوتروفیل. درسته؟ نوتروفیل میگفت دانه های روشن ریز داره. اون دانه ها چی هن؟ همین کافنده تناشن. میگفت نوتروفیل مواد دفاعی چندانی حمله میکنه، نیروی واکنش سریع بدن، چابک، اینا همه ویژگی‌های همین کافنده تناشو انگار داره میگه. چون کافنده تنا نه که کوچولوان و مواد دفاعی زیادی داخلشون نیست، یعنی اینجوری یه عالم ماده تو خودشون باشه، چند تا آنزیم توشه. به خاطر همین میگه که نوتروفیل نیروی واکنش سریع، بیگانه خواری میکنه، سریع حرکت میکنه، چابک، مواد دفاعی چندانی حمل نمیکنه، دانه‌های روشن ریز داره که این دانه‌های روشن ریزش در واقع همون کافنده تنهایش میشود. خب اینم از کافنده تن. بریم متن این رو هم بچه‌های عزیز بخونیم. کافنده تن یا لیزوزوم میگه کیسه است که انواعی از آنزیم ها برای تجزیه مواد دارن. این شد تعبیرش. کیسه ای که انواعی از آنزیم ها برای تجزیه مواد دارن میشه کافنده تن. انواعی آنزیم ها، ببینی که جمع بستنشو، یعنی گفتم همه چی داره، پروتئازها، لیپازها، کربوهیدراتها، نوکلئازها، همه چی داره. و اما آخرین کیسه مظلوم بیچاره، این کیسه میشه ریز کیسه. اسمش روشه، کیسه کوچولوییه. کارش هم که 100 بار الان گفتیم تو صحبتامون، مواد رو جابجا میکنه تو سلول، مگه نه؟ الان اینا ریز کیسه است، اینا ریز کیسه است، ایشون ریز کیسه است. پس ریز کیسه خیلی کارش واضحه. کارش اینه که مواد رو در داخل سلول جابجا میکنه. بیا اینجا هم بخونیم. ریز کیسه یا وزیکل کیسه ایست که در جابجایی مواد دریافت نقش دارد. این هم تعبیر خیلی ساده ایه که برای ریز کیسه باید بدونیم. آقا مرور، هر اندامک کیسه مانند دریافته جانوری، شبکه اندوپلاسمی، دستگاه گلژی، کافنده تن و ریز کیسه. کدومش کیسه هایی که در سراسر سیتوپلاسم گسترش داره؟ اندوپلاسمی. کدومش کیسه ای که در جابجایی مواد نقش ایفا میکنه؟ ریز کیسه. کدومش کیسه ای که حاوی انواعی از آنزیم ها برای گوارش مواد؟ کافنده تن. کدومش کیسه هایی که روی هم قرار میگیرن؟ گفتی دیگه، گلژیه دیگه، مگه نه؟ خیلی خوب.
پس ما الان کیسه ها رو هم یاد گرفتیم، اندامک های کیسه‌ای داخل سلول رو آموختیم. بریم اندامک های لوله‌ای سلول رو یاد بگی. آقا جدیداً طراح کنکور چت زده از شکل اینا سوال. میدونی چی میگم؟ مثلا میگه هر ساختار لوله مانند، هر ساختار کیسه مانند، هر ساختار فلان شکل. کلا از این شکل‌ها خوشش اومده، با توصیف اونها برای شما سوال طراحی میکنه. پس من برای این دارم اینجوری درس میدم. میخوام از اول بره تو مغزت کدوم ساختارها لوله‌ای ان، کدوم ساختارها کیسه‌ای ان، همه اینا رو میخوام انگار این شکلی یاد بگی. الان ساختار لوله‌ای، یه لحظه خودت نگاه کن، 3 تا باید بهم بگی. 3 تا ساختار هست که اینجا لوله‌ای شکلن. یکم فکر کن کدوماه؟ یکیش میشه میانک. زوم. آها، اینو اینی اینا هر کدوم میشه یک میانک. آقا این استوانه که اینجاست، ایشان خودش میشود یک میانک. این استوانه که اینجاست، یا سانتریول هم میگن دیگه، ایشان میشود یک عدد میانک دیگر. پس یعنی الان یک جفت میانک، یک جفت سانتریول ما داریم اینجا میبینیم، 2 تا هن. عکس با رزولوشن فول اچ دی. بریم با هم نگاه کنیم از 11 فصل 6 اینا شا. آقا الان این چند تا میانکه؟ 2 تا. بعضی بچه‌ها دیدن فکر می‌کنن جفتش رو هم میشه یه میان. اینطور نیست، نگاه به یه مفردش اشاره کرد گفته میانک. الان این یک میانکه، اون یک میانک دیگره. میانک تو پره یا تو خالیه؟ تو خالیه. این وسطش نگاه، این وسطش نگاه، چیزی نیست که، وسطش خالیه. از چی تشکیل شده؟ از 9 دسته ستایی لوله های پروتئینی. ریز لوله هم بهشون میگن. از 9 دسته ستایی لوله های پروتئینی تشکیل شده. اینا یک دسته ستایی لوله های پروتئینی رو اشاره کرده. حالا این دومیش، این سومیش، این 4، این 5، این 6، این 7، این 8، این هم 9. 9 دسته ستایی لوله های پروتئینی توش هم خالیه. تشکیل چی داده؟ میانک داده. به این صورت ما ساختارشو میبینیم. چی کار میکنه؟ میانک در سازماندهی دوک تقسیم نقش داره، ولی فقط تو سلول جانوری پیدا میشه. گیاهان میانک ندارن، باکتری ها میانک ندارن، قارچا، آغازیا، اینا میانک، فقط جانوری. میانک فقط و فقط در سلول جانوری پیدا میشه. میانک پس اگه نباشه آیا ممکنه تقسیم انجام شه؟ آره دیگه، مثلا گیاهان که میانک ندارن ولی تقسیم میشن. در گیاهان بچه‌ها چون میانک نیست، سازماندهی دوک رو خب پس دیگه میانک بر عهده نداره. بعداً درس میدم بهتون، رشته های دوک میرن تا توی هسته، یه چیزی که در بدن انسان مثلا رخ نمیده، در سلول جانوری رخ نمیده، ما گیاهیه. در گیاهان میانک نداریم که سازماندهی دوک رو انجام بده تو تقسیم. هسته گفته گروه پدر میانک خودم انجام میدم، هسته خودش میاد رشته های دوک رو سازماندهی میکنه. ولی در سلول جانوری مثل سلول انسانی، مثل این عکسایی که اینجا هست، سازماندهی دوک تقسیم بر عهده آقای میانک میباشد. اینجا هم براتون نوشته دریافته‌های جانوری میانک یا سانتریول داریم و ساخته شدن رشته های دوک رو سامان میده. پس به تقسیم سلول انگار کمک میکنن. الان برمیگردم اینجا، پس یه جفت میانک دیدم. اینجا توصیفش رو بخوام کنار اسمش که نوشته بنویسم، می‌نویسم 9 دسته ستایی لوله های پروتئینی و یه کاما میذارم تو خالی، وسطش چیزی نیست. 9 دسته ستایی لوله های پروتئینی، وسطش هم تو خالی. این تو خالی بودن مثلا بذارید تست باستانی بیارم. تست باستانی جالبه، مثلا طراح از این هم ممکنه بهتون سوال بده. الان اینجا یه سوالیه مال کنکور 96. اینا گفته کدام باید در مورد گلبول‌های خونی در فرد بالغ درست است؟ گزینه 3 شو ببین. نوشته ریز لوله چه؟ خب حالا یعنی چی؟ همون لوله خودمون. در بخش مرکزی سانتریول وجود دارد. بیا برو بابا جون. اصلا بخش مرکزی سانتریول تو خالیه. داخلش چیزی وجود نداره. الان گزینه رد شد. پس میخوام بهتون بگم از همین جزئیات شکل ها سوال میدن. مثلا میام به این فکر میکنم وسط میانک خالیه یا پره. بریم اینجا رو بخونیم. اولین اندامک استوانه شکل که خیلی معروفه میشه میانک. گفته میانک ساختار استوانه ای شکل، این تعبیرشه طبیعتا، در سلول به تعداد 2 عدد. یه معمولاً من اینجا میذارم در سلول معمولاً به تعداد 2 عدد. بچه‌ها چون یادتون باشه
در مرحله G2 چرخه یافته‌ای تبدیل میشد به 4 عدد، یعنی میشد 2 جفت سانتریول و به این صورت در تقسیم یافته‌ای نقش ایفا میکرد. پس این که بگیم فقط به تعداد 2 عدد حرفو خرابش کردیم، باید بیام بگم معمولاً به تعداد 2 عدد و اینجا می‌نویسم که در مرحله G2 4 عدد میشوند. یا مثلا یادتون باشه تو تقسیم میوز همون وسطش بین میوز 1 و میوز 2 یهو تعداد میانک‌ها رو تبدیل کرد به 4 عدد. خب نحوه قرارگیریشون عمود برهمه. دیدی که اینجوری این حرف تی انگلیسی عمود برهم قرار میگیرن. نقش آنها در تقسیم سلولی است که بالاش می‌نویسم سازماندهی رشته‌های دوک تقسیم. سازماندهی رشته‌های دوک تقسیم. بچه‌ها ما درس که میدیم عملا فقط این صفحه رو درس نمیدیم، می‌بینی خیلی چیزا درس میدیم. یعنی ما این صفحه رو میگیم، میریم یه صفحه دیگه رو هم میاریم، نکته‌هایی که به این ربط داره رو از توش میگیم، ترکیبشون میکنیم با هم و ذهنیتتون رو از اول سعی می‌کنم پایه‌ریزی کنم. یعنی سعی می‌کنم یه جوری بگم که این نکته‌ها برای شما نکته جدید نباشه. بعضی دانش آموزان همیشه دنبال نکته نویسی هن. یا مثلا بعضی از مثلا جزوه معلم‌ها هست همش نوشته نکته. اینا بچه‌ها یاد آدم میره. یعنی شما سر جلسه یادت نمیاد نکته 54 چی نوشته بود. خب اون چیزی که مهمه اینه که شما این درک رو یک جا با هم کسب کنید. یعنی الان مثلا ما داریم در مورد میانک صحبت میکنیم، شما باید بیاید ببینید آقا این میانک که داره در موردش صحبت میکنه جنسش چیه، تعدادش چند تا میتونه باشه، کجا میتونه قرار بگیره، لحاظ ساختاری چه شکلیه، وسطش خالیه یا پره، اینا رو مهمه، غشا داره یا نداره. با هم همه مفهومو یه جا با هم یاد بگیرید. اگر یک چیزیشو یک جای دیگه یک کتاب ها نوشته باشه میارم بهتون نشون میدم. مثلا آوردم میانک کتاب 11 رو خدمتتون نشون دادم که تو ذهنتون باقی بمونه. خب یه لوله دیگه قبلا هم تو بحثمون گفتیم مثل شیر دستشوییه. چی بود؟ اندوپلاسمی صاف. اندوپلاسمی صاف ساختار لوله ای طور داره. بذارید پس من اینجا کنارشون می نویسم اندوپلاسمی زبر رو می نویسم کیسه، اندوپلاسمی صاف رو می نویسم کیسه به اضافه لوله، یعنی ساختارش اینجوریه، لوله هم داخلش وجود داره و اینو تو متن توضیحات هم ذکر کرده و گفته و شبکه‌ای از لوله ها و کیسه ها. این لوله ها رو هم پس تو ذهنت داشت بهت بگن هر اندامک لوله مانند میانک رو میگی، اندوپلاسمی صاف رو هم میگی. و یکی دیگه بچه‌ها این میتوکندری که اینجا کشیده گفتم این ژلوفن میمونه، این میتوکندری خدایی همچین یه ظاهر لوله شکل داره، در من استوانه است. تو ببریش بری توش میبینی او خیلی خبرها هست، مثلا نگاه توش اینجوری، ولی همینجوری نگاش میکنی به نظر میاد یه حال لوله ای طوری داره. خب پس ما اینو هم میتونیم جزء ساختارهای لوله ای شکل در نظر بگیریم. یعنی به من بگن هر ساختار لوله ای شکل، یکی از چیزهایی که در نظر میگیرم راکیزه یا میتوکندری، می‌نویسم تقریبا لوله‌ای. تقریبا لوله‌ای. خب راکیزه همه بلدن که کارش تامین انرژیه، ATP میساخت دیگه، اینو همه میدونن کارش تولید ATPه. کارخونه تولید ATP سبب میشه راکیزه یا میتوکندری. 2 غشا هم داره. آقا اجازه پس اگه بگن هر اندامک 2 غشایی در بدن انسان، میتونم بگم هم راکیزه هم هسته، خدا بگم چیکارت کنه. هسته اندامک نیست. اگه بگن هر اندامک 2 غشایی در بدن انسان فهم میشه راکیزه. در گیاهان یه اندامک دیگه هم داریم سبز دیسه، کلروپلاست، اونم 2 غشاییه و خب تو انسان که نداریم. در انسان اندامک 2 غشایی فقط میشه راکیزه. ساختار 2 غشایی که یعنی دیگه نگفته اندامک باشه یا ساختار، میشه هم هسته هم راکیزه. اوکی؟ خب بیا راکیزه رو ببینیم. راکیزه بچه‌های عزیز یه قشای بیرونی داره که این قشای بیرونی صافه. نگاش کن، قشای بیرونی داره صافه. یه قشای داخلی داره به سمت داخل چین خورده. نگاه، یه قشای داخلی داره، ببین دیدی؟ به سمت داخل چین خورده. چین خوردگی‌هاش هم همه یک طول نیست، طولای متعدد داره، شرکتی نیست زیست. بنابراین اینجا الان مثلا با چین‌های متعددی ما مواجهیم. این شکلیه. یه قشای بیرونی داره که صافه، یه قشای درونی داره به سمت داخل چین خورده. اون تو یعنی داخل اون فضایی که با چین خوردگی احاطه شده، دی ان ای های حلقوی داره بچه‌ها.
یعنی مثلا من چند تا میکشم، مثلا یکی اینجا میکشم، یکی دیگه مثلا اینجا میکشم، یکی دیگه مثلا اینجا میکشم، عمدن هم سایزشون رو متفاوت کشم. دی ان ای های حلقوی داره. و دیگه چی داره؟ رناتن برای خودش داره بچه‌ها، رناتن مخصوص داره. توش رناتنایی داره برای خودش، میتونه بعضی از پروتئین‌ها مورد نیاز خودش رو تولید کنه. حالا کارش چی بود؟ کارش تولید ATP بود. پس برای راکیزه نکته‌های مهمی که بنویسم، می‌نویسم که این راکیزه دو غشاییه، به این صورت که غشای بیرونی صافه، غشای درونی به سمت داخل چین خورده. بعد رناتن‌های مخصوص داره و اشتباه نوشتم، دناهای حلقوی داره. اینا ویژگی‌هایی که برای راکیزه ما انتظار رو بلد باشیم. یه لحظه میرم کتاب 12 فصل 5. فصل 5 همون فصلیه که توش میخواد تنفس یافته‌ای درس بده. بچه‌ها میدونید که اصلی ترین جایی که تنفس یافته‌ای رو باید در موردش صحبت کنیم میتوکندری راکیزه است. عکسش رو سریع فقط یه نگاه با هم می‌کنیم. بیا نگاش کن. این الان عکس نمادینشه. غشای بیرونی صافه، غشای درونی به سمت داخل چین خورده. نقطه‌های سفید رناتن‌هاشن. این چیه؟ دی ان ای. این چیه؟ دی ان ای. این چیه؟ دی ان ای. سر و ته دی ان ای ها می‌بینی به هم وصل حلقوی‌ان. دناهای حلقوی داره. سایزاشون هم متعدد کشیده. همونطور که می‌بینید مثلا این منظم همه گنده‌تره، این منظم کوچیک‌تره، این منظم متوسطه. خب و اینم که عکس واقعیشه که اینجا براتون عکس واقعی میتوکندری رو هم ترسیم کرده. اوکی، اینا رو هم گفتیم. متن میتوکندری رو هم که من خوندم. پس یعنی الان ما ساختارهایی که داخل سلول بود گفتیم یه سریش کیسه‌ای ان، یه سریش لوله‌ای ان. لوله‌ای ها رو مرور کنیم. شبکه اندوپلاسمی چی بود؟ صاف بود که لوله‌ای بود. بعد یکی هم میانک یا سانتریول بود که لوله‌ای بود که فقط هم دسته جانوری وجود داره. الان برم کنارش راستی بنویسم یادم نره. یکی هم که گفتیم میشه راکیزه رو هم به عنوان لوله‌ای طور در نظر گرفت. بچه‌ها کنار میانک این رو هم بیان اضافه کنید، خیلی مهمه. هم نوشتم 9 دسته ستای لوله پروتئین، هم نوشتم تو خالیه، هم میسن فقط دریافته جانوری. فقط دریافته جانوری، در بقیه نده. آقا اجازه ما معلممون بهمون گفته گیاهان پست، خزه و سرخس و اینا سانتریول دارن. باز اون مال عهد ناصرالدین شاه قاجار، وقتی بچه‌هاشو میفرستاد، بچه‌ش مظفرالدین شاه میشه دیگه، میفرستاد مدرسه، به مظفرالدین شاه درس میدادن، میگفتن داخل گیاهان شما در نظر بگی سرخس و خزه میانک دارن. شما نگیرید بچه‌ها، در نظام جدید ما این رو نمیگیریم و فقط میگیم که دریافته جانوری میانک یا سانتریول وجود دارد. خب اینم که از این. یه چیز موند مگه نه؟ من همه چیزو گفتم الا رناتن. همه چیزو گفتم الا رناتن. نگاه تمام اینا فقط یه دونه رناتن مونده. این رناتن میشه درس پایانی ما در واقع برای امروز. آخرین درسی که میدیم عملا میشه درس رناتن، چون خیلی طولانی هم هست درسش، خودش گردن کلفته. آقا رناتن یا ریبوزوم میگه کار آن ساختن پروتئین است. اینو که دیگه همه میدونن، این دیگه گفتن نداره. اما بچه‌ها الان اینجا رناتن رو به شکل نقطه هایی نشون داده. رناتن میتونه آزاد در سیتوپلاست باشه، همونطور که میبینید الان یه تعدادی رناتن اینجا کشیده، اینا آزاد در سیتوپلاسمن. یکی دیگه اینه که میتونه به قشای اندوپلاسمی میبینی و به قشای خارجی هسته متصل باشه، یعنی رو سطح قشای خارجی هسته کنار همون دهنه منافذ پروتئین هسته شما میتونید رناتن ببینید. پس میسم رناتن متصل به اندوپلاسمی زبر و غشای خارجی کی هسته. یه سری رناتن هم که عرض کردم مخصوص در داخل راکیزن، اگر گیاهی بود یه سری رناتن هم مخصوص داخل کلورپلاست سبز دیسه بودن. پس شما کلا رناتن کجاها پیدا میکنی؟ 4 جا، و هر جایی هم که رناتن پیدا کنی اونجا پروتئین سازی انجام میشه. من اینجا پس اشاره میکنم میسم محلهای قرارگیری رناتن ها 4 تا میشه. می‌نویسم آزاد در سیتوپلاسم به اضافه متصل به غشای
شبکه اندوپلاسمی زبر و غشای خارجی هسته. این دوتا مثل هم فرقی ندارن، چه اندوپلاسمی زبر چه غشای خارجی هسته، این دوتا مثل هم عمل میکنن. به اضافه درون راکیزه، به اضافه بعدی رو میذارم تو پرانتز درون دیسه. چرا گذاشتم تو پرانتز؟ چون ما داریم در مورد سلول جانوری صحبت می‌کنیم. اونجا نوشته یاخته جانوری و اندامک‌های آن. این درون دیسه که پس من نوشتم مربوط به گیاه و آغازی میشه، یعنی در گیاه و در آغازی که ما مثلا کلوپلاست میتونیم داشته باشیم اونجا بحث میکنیم که اونجا درون دیسه مثلا ما رناتن داریم. خیلی خوب، حالا اینو گفتم که جای رناتن کجاست. بریم ببینیم دقیقاً این رناتن ها فرق کارشون چیه. یعنی رناتنی که مثلا تو سیتوپلاست آزاده یا متصل به اندوپلاسمیه یا اونی که تو راکیزه است، اینا فرق کاری که دارن با هم چیه؟ برای اینکه فرق کارشون رو بگیم من کتاب 12 فصل 2 باز امس که قبلا هم باز کرده بودم، بذار اونو میبندم اینو باز میکنم. خب در فصل 2 در کتاب 12 یه درس داریم صفحه 31 نوشته، اسمش نگاه اینجا، محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها. گفته پروتئین‌ها در بخش‌های مختلفی از یاخته ساخته میشن و به طور کلی پروتئین سازی در هر بخشی که رناتن باشه میتونه انجام شه، که الان گفتم کجا میشه دیگه. آزاد در سیتوپلاست، متصل به غشای خارجی هسته و شبکه اندوپلاسمی زبر، موجود در راکیزه، موجود در دیسه. عکسی که کشیده سلول گیاهی فرض کرده که بتونه دیسه هم برای ما بکشه و ما الان پس میخوایم بریم در مورد سرنوشت پروتئین ها صحبت کنیم. من اینور یه زوم داشته باشم، ببینید این الان رناتن آزاده. همونطور که می‌بینید رناتن دارای یه زیرواحد بزرگ و یه زیرواحد کوچیک، این میشه رناتن. اون چیه؟ اون سبزه، اون mRNA سبزه که کشیده ها بچه‌ها، اون mRNA یادتونه گفتم یه رنایی هست به اسم mRNA یا رنای پیک، اطلاعات موجود در هسته رو به دست رناتن میده. الان اون سبزه میشه mRNA، اینی که سوارشه این میشه آقای چی؟ رناتن. الان اینا که تو می‌بینی رناتن های آزاد در سیتوپلاسمن، چون به جایی که نچسبیدن آزادانه در سیتوپلاست دارن زحمت میکشن. الان اینجا رو بچه‌ها شما ببینید یه رناتنی شروع کرده پروتئین سازی، قرمزه که داره میسازه پروتئینه. همین که شروع میکنه به پروتئین سازی میفهمه که این پروتئین قرار آزادانه تولید شه یا شاید هم نیاز بشه که رناتن بیاد و بچسبه به شبکه اندوپلاسمی. پس با تولید همین توالی ابتدایی پروتئین، با تولید توالی ابتدایی پروتئین رناتن میفهمه که آیا قرار آزادانه به کار خودش ادامه بده یا آیا قراره بیاد بچسبه به شبکه اندوپلاسمی. الان فرض کنید توالی ابتدایی رو ساخت و فهمید که قراره همینجوری آزادانه به کار خودش ادامه بده. در این حالت پروتئین رو هی میسازه. آیا پروتئین اول به شکل صافی ساخته میشه بعد پیچ میخوره یا در حین ساخته شدن پیچ و تاب میخوره؟ در حین ساخته شدن پیچ و تاب میخورد. در حین ساخته شدن خوبم پیچ و تاب خورده، قبول داری؟ پیچ و تاب میخورد. خب حالا ساخته شد، تموم شد. ساخته که میشه تموم میشه، ول میشه تو سیتوپلاسم و از اون لحظه بچه 4 تا سرنوشت داره. 1 بیاد بره داخل هسته، یه سری از پروتئین هایی که توسط رناتن های آزاد در سیتوپلاسم ساخته میشن در نهایت میان و میرن توی هسته. الان این چیه؟ این منفذ پروتئینی هسته است بچه‌ها. یادش رفته اون 8 تا پروتئین دورش بکشه، ولی همونه، این همون منفذ پروتئینی هسته است. پروتئینا از توی این میرن توی هسته. مثال میخوام بزنم، آقا چه پروتئینی میره در داخل هسته فعالیت میکنه؟ معروف ترینش چیه؟ هیستون. هیستون ها پروتئینایی بودن به دی ان ای میچسبیدن، اون رو فشرده میکردن، نوکلیوزوم درست میکردن، هسته تن بهش میگفتن. اینا رو تو کتاب 11 خوندیم مگه نه؟ هیستون ها رو رناتن آزاد در سیتوپلاست تولید میکنه، ول میشن، از طریق منافذ هسته میرن توی هسته. آنزیم های زیادی رو ما در کتاب 12 خواهیم خوند که وارد هسته میشن و میرن پیش دی ان ای. مثلا یه آنزیمش گفتیم اسمش هست رنا بسپاراز که از روی دی ان ای میخونه و رنا تولید میکنه. یکی دیگه داریم بچه‌ها دنا بسپاراز، یعنی اون میره از روی دی ان ای همانند سازی میکنه، یک پلیمری از دنا درست میکنه. یکی دیگه داریم بچه‌ها هلیکاز.
هلیکاز کارش اینه میره دو رشته دی ان ای که با پیوند هیدروژنی به هم وصلن در یه نقاط کوچولویی از هم باز میکنه. پس من بذار اسم چند تا از اینا رو بنویسم. میسم مثلا مثل هلیکاز، دنابسپاراز، رنابسپاراز، هیستون، اینا پروتئینایی هستن که توسط رناتن آزاد تولید میشن، از طریق منافذ هسته میرن وارد هسته میشن. سرنوشت دوم، ممکنه پروتئین بمونه تو خود سیتوپلازم. مثلا گوشه قرمز داخلش چه پروتئین مهمی جمع میشه که باهاش اکسیژن و CO2 جابجا میکنه؟ هموگلوبین. اونو اینجوری درست کرده، هموگلوبین رو رناتن آزاد درست کردن وکن تو سیتوپلازم. یه آنزیم داشت گوشه قرمز داخل خودش، اون آنزیمه کاری که میکرد میومد CO2 و H2O رو به هم میچسبوند، H2 CO3 درست میشد، میشکست، هاش مثبت بیکربنات میداد. اسمش چی بود؟ کربونیک انیدراز. کربونیک انیدراز یک آنزیمی بود در داخل گوشه‌های قرمز فعالیت می‌کرد. اونم همینجوری درست میشه، رناتن آزاد میسازه ولش میکنه، کربونیک انیدراز. در ماهیچه یه پروتئین هایی هستن با هم درگیر میشن، کشش ایجاد میکنن، انقباض ماهیچه رو سبب میشن. اونا اسمشون چیه؟ اکتین و میوزین. اونا رو هم همین میسازه. رناتن آزاد اونا رو میسازه ولی میکنه تو سیتوپلازم سلول ماهیچه‌ای، بعد اونا میچسبن به هم میشن تارچه ها، میشن سارکومرها، انقباض ایجاد میکنن. همین ماهیچه داخل سیتوپلازمش یه دونه پروتئینی داره اکسیژن ذخیره میکنه، اسم اون چیه؟ میوگلوبین. اونو هم همین میسازه. آقا بنویسم. پس آزاد در سیتوپلازم خیلی مثال داره: اکتین، میوزین، میوگلوبین، هموگلوبین، کربونیک انیدراز و هزاران پروتئین دیگه که حالا اسم نمیاریم. بریم سومی سرنوشت. سومی چهارمی خیلی آسونه. سومی سرنوشت یه سری از پروتئین‌ها که ساخته میشن میرن تو راکیزه. چهارمی سرنوشت یه سری از پروتئین‌ها که ساخته میشن میرن تو سبزیسه. آقا اجازه، تو مگه نگفتی که راکیزه و سبزیسه خودشون با خودشون رناتن دارن؟ چرا دارن، ولی انقدر توانمند و قوی نیستن که مستقل برای خودشون زندگی کنن، لذتشو ببرن. آقا اینا اگه مستقل بودن که نمیموندن تو سلول، ول می‌کردن میرفتن دنبال کار زندگی خودشون، تشکیل خانواده میدادن. این که موندن داخل سلول نشون میده توانمندی تولید همه پروتئیناشون رو به شخصه ندارن. پروتئین هایی که راکیزه درست میکنه میمونه تو خودش، پروتئین هایی که سبزیسه درست میکنه میمونه تو خودش، ولی برای استقلالشون کافی نیست. یعنی همه پروتئین‌ها رو توانشون ندارن خودشون بسازن. بعضی از پروتئین‌هاشون رو خودشون میسازن، بعضی‌های دیگه‌شو واردات انجام میدن. رناتن آزاد در سیتوپلازم پروتئینایی که میسازه بعضیاش میاد میره تو راکیزه، بعضیاش میاد میره توی سبزیسه. یه لحظه نصف اینوری شکل رو بس سریع با هم مرور کنیم. سرنوشت پروتئین داریم درس میدیم. بچه‌ها رناتن‌های آزاد در سیتوپلازم، پروتئینی که درست میکنن 4 تا سرنوشت میتونه داشته باشه. یا میره تو هسته، یا میره توی همون سیتوپلازم آزاد میمونه، یا میره توی راکیزه، یا میره توی سبزیسه. پروتئینایی که راکیزه میسازه با رناتن خودش چی میشن؟ میمونن تو خودش. پروتئینایی که سبزیسه میسازه با رناتن خودش چی میشن؟ میمونن تو خودش. ولی یه بحث دیگه مونده که اونوره، اونم وقتیه که رناتن آزادانه به کار خودش ادامه نده و بیاد بچسبه به شبکه اندوپلاسمی. بچه‌ها اگر رناتن بیاد بچسبه به شبکه اندوپلاسمی، یعنی فکر کن اون توالی ابتدایی پروتئین رو توصیف شروع کرد به تولید، فهمید که آها این پروتئین باید وصلیم به اندوپلاسمی و درستش کنیم. اون موقع رناتن میاد میچسبه به شبکه اندوپلاسمی و این ورا اصلا من با رنگ دیگه با آبی دارم میکشم. رناتن زمانی که به اندوپلاسمی میچسبد از سمت زیرواحد بزرگ خود میچسبد یا از سمت زیرواحد کوچک خود میچسبد؟ از سمت زیرواحد بزرگ خود میچسبد. رناتن وقتی به اندوپلاسمی میچسبه آیا اون mRNA سبزه هم به داخل اندوپلاسمی وارد میکنه؟ نه، از این غلطا نمیکنه. mRNA به داخل شبکه اندوپلاسمی وارد نمیشه، سبزه است دیگه، mRNA هم بیرون میمونه. قرمز چی بود؟ پروتئین. پروتئینی که درست میکنه رو ولی به داخل شبکه اندوپلاسمی وارد میکنه. یعنی همونجوری که داره درستش میکنه اینجوری میفرستش داخل اندوپلاسمی. فکر کن جای سوراخی داخل اندوپلاسمی، همونجوری که پروتئین درست میکنه از توی سوراخ میفرستش داخل اندوپلاسمی. آیا پروتئین در حین ورود به اندوپلاسمی دچار تاخوردگی میشود؟ بله، ولی کم. یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم تاخوردگی های این رو با تاخوردگی های این،
اگر پروتئین آزادانه تولید شه در حین تولید تاخوردگی‌های بیشتری داره. اگر پروتئین در حال اتصال به شبکه اندوپلاسمی یا غشای خارجی هسته تولید بشه در حین تولید خودش تاخوردگی داره ها، نه که نداره ولی کمتره. پس من اینجا چند تا نکته جالب می‌نویسم. اتصال رناتن از سمت زیرواحد بزرگ، از سمت اون بخش گنده خودش وصل میشه. خب نکته دیگه عدم ورود mRNA رنای پیک به درون اندوپلاسمی. نکته دیگه تاخوردگی کمتر پروتئین در حین ورود. پروتئین در حینی که داره وارد میشه تا میخوره ولی کمتر تا میخوره. بچه‌ها پروتئین‌های اول و آخری دارن که بهش میگن انتهای آمین، انتهای کربوکسیل. بذار فصل 1 رو بیارم. فصل 1 12 ما پروتئین که درس میدیم اینجا یاد میگیریم که پروتئین‌ها انتهای آمین و انتهای کربوکسیل دارن. یادتون باشه گفتم آمینو اسیدا یه گروه کربن مرکزی در واقع دارن، بهش یه گروه آر وصله هاش وصله آمین وصله کربوکسیل. دوباره اینم نگاه کربن مرکزی آر هاش آمین و کربوکسیل. موقعی که اینا به هم دیگه دارن میچسبن یادمون هست که او هاش از کربوکسیل قبلی با هاش از آمین بعدی به هم میچسبه، آب آزاد میشه، پیوند پپتیدی. اینا درس تکراریه. اما به هر حال وقتی رشته تشکیل میشه آمین اولی آزاد میمونه و کربوکسیل آخری هم آزاد میمونه، وارد پیوند با کسی نمیشه چون خطیه دیگه پروتئین. به اینجاش میگن انتهای آمین، به اونجاش میگن انتهای کربوکسیل. کدومش شروعش بوده؟ انتهای آمین، چون مال آمینو اسید یکه. انتهای کربوکسیل مال آخرین آمینو اسیده. درسته؟ الان اینجا وقتی من داشتم صحبت میکردم گفتم پروتئین داره ساخته میشه و به داخل شبکه اندوپلاسمی وارد میشه، این انتهاشو من بیام اشاره کنم بپرسم بچه‌ها این انتهای پروتئین الان کدوم انتهاشه؟ انتهای آمینشه یا انتهای کربوکسیل؟ جواب من چی میشه؟ انتهای آمین، یعنی ابتدای اون رشته است انگار. خب پس اینجا کجاشه؟ انتهای آمین پروتئین هست، یعنی انگار پروتئین در حینی که داره ساخته میشه از سمت انتهای آمینش وارد میشه. انتهای کربوکسیل که اصلا هنوز تشکیل نشده. هر وقت پروتئین تموم شد انتهای کربوکسیل تشکیل میشه، اصلا هنوز انتهای کربوکسیل تشکیل نشده. خب پروتئین پس توسط رناتن متصل به اندوپلاسمی یا به غشای خارجی هسته تولید میشه، وارد این شبکه اندوپلاسمی میشه، در نهایت با ریسکیسه ازش جدا میشه. نگاه کنید الان این ریسکیسه است. ریسکیسه ها پروتئین رو از شبکه اندوپلاسمی جدا میکنن، میبرنش برای کی؟ برای گلژی. خاک تو سرش گلژی رو برعکس کشیده بچه‌ها. شما در بحث گلژی بهتر اون شکل قبلی رو در نظر بگیرید. یادتون باشه گفتم گلژی شکل علامت وای فای نیست، اینجوریه که بزرگترین کیسهش وسطاشه. خب اینو درست رعایت کرده. بعد این عکسو این وری با هم میکشید، میدونی؟ یعنی این جایگاهی که اینجا این کشیده فرو رفته رو کاش به این ور کشیده بود، این جایگاهی که محدب هست و کاش به اون ور کشیده بود. یعنی اساسا جایگاه صادر کننده باید به شکل فرو رفته باشه، ولی این الان یه جوری کشیده انگار جایگاه دریافت کننده رو به شکل فرو رفته کشیده که خب این اشتباهی که مرتکب شده. ولی خب این میتونه به عنوان حتی نکته تست هم یهو در بیاد. مثلا طراح شاید کرم داشته باشه بیاد به شما بگه آقا نمیتوان گفت که گلژی همواره سمتیش که به سمت اندوپلاسمی هست حالت محدب داره. اینو ما میتونیم درست بگیریم، چون میتونیم بگیم آقا طراح اومده دو تا شکل تو کتاب نگاه کرده، یه دونه تو کتاب دهم نگاه کرده، یه دونه تو کتاب 12 نگاه کرده. این که تو 12 بوده دیده اون وریش که به سمت اندوپلاسمی نه تنها محدب نیست بلکه مقعر کشیده. بنابراین ممکنه طراح بهش استناد کنه، سوالای تخیلی هم ازش طراحی کنه. گرچه که درست نیست، علمی نیست این کارا، ولی بعضی از طراحا میکنن، ما مجبوریم بگیم. یعنی به هر حال ما اینجا بچه‌ها دنبال علم نیستیم، ما اینجا دنبال این هستیم چجوری ذهن طراح رو بخونیم و بتونیم به سوالش پاسخ بدیم. دنبال اینیم که درصد کسب کنیم. خب بنابراین برام خیلی مهم نیست تو علم چی گفته. ما علمیشو میگیم اونی بود که تو دهم کشیده بود، ولی ممکنه یه وقت طراحی هم اینجوری در نظر بگیره. حالا کاری نداریم. به هر حال پروتئین میاد وارد شبکه، در واقع وارد دستگاه گلژی میشه. اینجا گفتم وقتی میخواد جابجا بشه با ریسکیسه جابجا، مثلا ریسکیسه از این کنده میشن میرن پله بعدی. اینجوری تغییراتش که انجام شد، کد پستیشو که خورد، آدرسش که معلوم شد، کلا 4 تا سرنوشت میتونه داشته باشه. 4 تا سرنوشتش چیا هست؟ 1 بره توی یه اندامکی به اسم واکوئول. واکوئول مال سلول گیاهی بود، یادته؟ مثلا یه پروتئین معروفی هست
که تو کتاب دهم توی اون جایی که داشت واکوئل به ما درس میداد میگفت آقا گیاهان این پروتئین رو ممکنه تو واکوئل خودشون ذخیره کنن. این عکسشه، نگاه، یاخته هایی که گلوتن در واکوئل آنها ذخیره شده است. پس یه پروتئین معروفی داریم به اسم پروتئین گلوتن، چه رنگی؟ قهوه‌ای نارنجی تقریبا. در داخل واکوئل سلولا میتونه جمع بشه. یادتون احتمالاً میاد که گلوتن در بعضی افراد ایجاد بیماری به اسم سلیاک میکنه. آفرین. بنابراین اینجا پروتئین گلوتن یکی از پروتئینایی که تو واکوئل ذخیره شده. اینو رناتن آزاد میسازه یا متصل؟ متصل میسازه. دیدی؟ پس ربطش به درس ما اینه ها. رناتن متصل به اندوپلاسمی وقتی فرستاد گلژی میفرسته تو واکوئل ذخیره شه. مثال شد چی؟ گلوتن. بریم بعدی. 2. ممکنه اصلا برون رانی شه، بریزه بیرون. پروتئینا که از سلول میریزن بیرون، اینجوری میریزن بیرون. یعنی اینجا شما میبینید که این دستگاه گلژی از خودش شروع میکنه ریسکیسا رو میفرسته به سمت غشا. اینا با غشا میپیوندن، محتویش میریزه بیرون. مثل چی؟ مثلا چیا برون رانی میشه؟ مثلا ناقل عصبی، مثلا پادتن، مثلا هورمون، مثلا پپسینوژن که چند بار امروز اسمش رو آوردیم. اینا اینجوری هن دیگه، ساخته میشن بعد برون رانی میشن میزن بیرون. سرنوشت سوم بره تو غشای یاخته قرار بگیره. مثلا چه پروتئینایی میرن تو غشای یاخته قرار میگیرن؟ معروف ترین پروتئینای غشا چی بلدی؟ کانال بلدی، پمپ بلدی، دیگه چی؟ مثلا گیرنده پادگن، یادت میاد؟ گیرنده پادگن چه شکلی بود؟ وای شکل بود، درسته؟ رو سطح لنفوسیت بود، وصل میشد به عامل بیگانه، اونو شناسایی میکرد. مثلا در کتاب 12 در فصل 3 که امروز آوردمش یک پروتئین هایی وجود داره مثل پروتئین دی. هر کی پروتئین دی رو سطح غشای خودش داشته باشه گروه خونیش مثبت میشه. هر کی پروتئین دی رو نداشته باشه گروه خونیش منفی میشه. من بچه‌ها گروه خونیم او منفیه. یعنی من نه تنها کربوهیدرات آ و بی رو گفتم به غشا اضافه نکردم، بلکه پروتئین دی هم ندارم، گویچه دارم صیقلی. اصلا کلا نه کربوهیدرات آ روشه، نه بی روشه، نه پروتئین دی. بنابراین یه پروتئینی هست به اسم پروتئین دی، اگه تو غشا باشه گروه خونی رو تبدیل به گروه خونی مثبت میکنه. اونم میتونم اینجا بنویسم پروتئین دی. پس اونم توسط رناتن آزاد ساخته میشه یا متصل؟ متصل. و آخرین سرنوشت کافنده تن. آنزیم‌های کافنده تن که گفتیم میشن آنزیم‌های گوارشی، دیگه توضیح دادیم که انواع آنزیم‌های گوارشی داره. آنزیم‌های کافنده تن هم توسط همین رناتن متصل تولید میشه. آقا پس مرور میکنم. رناتن یا آزاد در سیتوپلاسمه یا متصل به اندوپلاسمی زبر و غشای هسته است، یا توی راکیزه است یا توی دیسه است. این 4 جا ما رناتن داریم. رناتن تو راکیزه هرچی میسازه به درد خودش میخوره، بیرون نمیاد، همونجا میمونه تو راکیزه. رناتن سبزیسه هرچی میسازه همونجا میمونه، جایی نمیره، میمونه داخل همون سبزیسه. رناتنی که متصل میشه به شبکه اندوپلاسمی، پروتئینایی که درست میکنه اول حتما میان گلژی. حالا از گلژی به بعد 4 سرنوشت دارن. 1. برن توی واکوئل مثل گلوتن. 2. از سلول بریزن بیرون مثل پادتن، ناقل عصبی فلان. 3. برن تو غشا مثل کانال پروتئین. 4. برن توی لیزوزوم کافنده تن، آنزیم‌های گوارشی. اگر رناتن آزادانه به تولید پروتئین ادامه بده، این پروتئینی که میسازه 4 سرنوشت متفاوت داره. 1. میره تو هسته مثل هیستون، رنا و اسپاراز. 2. میمونه تو خود سیتوپلاسم مثل اکتین، میوزین، هموگلوبین، میوگلوبین. 3. میره تو راکیزه، چون راکیزه گفتیم مستقل نیست، یه سری پروتئین وارد میکنه. 4. میره تو دیسه، چون دیسه هم گفتیم مستقل نیست، اونم یه سری پروتئین به داخل خودش وارد میکنه. آقا یا علی، تموم شد. این درسی که اینجا گفتم کامل شد. 1 عدد تست زیبا از این قسمت حل میکنیم. بذار برم تو قسمت کنکورها، کنکور 401 رو بیارم. 1 تست زیبا از این حل میکنیم و درس رو میبندیم. بچه ها سوال 180، این آخرین سوالی که تو دفترچه کنکور 1401 بوده. من 1 دقیقه هیچی نمیگم، شما عزیزانم فکر کنید، حلش کنید و بعد با هم حلش میکنیم. بفرمایید فکر کنید.
بدو حل کن. خب چیکار کردی؟ چند میگی؟ میگی چند؟ میشه 2. میشه 2. جواب اینه گزینه 2. بریم حل کنیم. چند مورد در خصوص یک یاخته سالم و فعال در انسان درست است. الف، پروتئین های غیر ترشحی پس از ساخته شدن به جون مامانم جزئی از ساختار یک اندامک میشوند. به این قسمه که میخوره ما رو دلچرکی میکنه، انگار داره دروغ میگه، میخواد لاپوشونی کنه. خب پروتئین غیر ترشحی کی گفته حتما جزء اندامک میشه؟ الان مگه من نگفتم هسته اندامک نیست؟ هیستون نوعی پروتئین غیر ترشحیه، ساخته میشه میره تو هسته، جزئی از اندامک نمیشه. اصلا یه مثال دیگه، اکتین میوزین پروتئین غیر ترشحیه، ساخته میشه میمونه وسط سیتوپلاسم، اصلا نمیره داخل هیچ اندامکی. بنابراین این غلط هستش. بای. بریم به آنزیم های کافنده تن یا لیزوزوم. یه لحظه فکر کنم اینا رو کدوم مسیر میساخت؟ اون مسیر اونوری که از طریق شبکه اندوپلاسمی و گلژی و اینا بود. آنزیم های کافنده تن یا لیزوزوم حین ساخته شدن از سر آمینی خود به شبکه اندوپلاسمی وارد میشوند. به بهتون گفتم که این سر آمین یعنی همون انتهای آمین به قولن، همون جایی که اول رشته پروتئینی محسوب میشه. اول رشته پروتئینی گروه آمین آزاد میموند، بهتون نشون دادم. پس آنزیم‌های کافنده تن خداوکیلی در حین ساخته شدن از انتهای آمین خودشون وارد شبکه اندوپلاسمی میشن. بریم سراغ 3. پروتئین خارج شده از شبکه اندوپلاسمی زبر به سطحی از گلژی وارد میشود که از غشای یاخته دورتر است. نه چرا چرا این درسته. پروتئین خارج شده از شبکه اندوپلاسمی زبر به سطحی از گلژی وارد میشه که از غشا دورتر است. راست میگه. من یه لحظه اشتباهم فکر کردم گفتم نزدیکتر. آقا این راست میگه، نگاه کن. پروتئین خارج شده از شبکه اندوپلاسمی زبر به سطحی از غشا در گلژی میچسبه که از غشای یاخته دورتره. راست میگه. میاد به این ورش میچسبه که از غشا دورتره، نه به این ورش که به غشا نزدیکتره. یعنی به جایگاه دریافت کننده میچسبه، نه به جایگاه صادر کننده. پس بچه‌ها این سوالم اینم درست بود، این گزینه جیمش هم درست بود. اما گزینه 4 میگه پروتئینایی که به درون ماده زمینه سیتوپلاسم آزاد میشوند به طور حتم توسط رناتن‌های همان یاخته ساخته شدن. ببین این دوباره چون قسم خورد دل من چرکین شد، یعنی دلم میخواد این گزینه رو رد کنم. از طرفی سوال چند موردی به احتمال زیاد جواب میشه 1 مورد یا 2 مورد، کم پیش میاد بشه 3 تا یا 4 تا همه جمله درست باشه. از طرفی من تا الان 2 مورد درستم رو پیدا کردم، من تا الان 2 تا درست شمردم، به و جیمو درست شمردم. از طرفی این دوباره به طور حد داره، بیشتر دلم میخواد رد کنم. ببین تمام شواهد دال بر اینه که من نزنم 3 مورد. خب یعنی درسته که من آخری رو هنوز نمیدونم معنیش چیه، ولی من حتی اگه اینو نفهمم، فرض کن سر جلسه کنکور آقا دیگه اینو نفهمیدم، این 3 تا رو فهمیدم، تا اینجا اول رد کردم، این 2 تا تایید کردم، آخری نمیفهمم. خب من حتی اگه این رو نفهمم بهتره که غلط بگیرمش، چون به طور حتم داره، چون به احتمال زیاد سوال چند موردی 1 یا 2 تاش درسته و منم تا الان 2 تا درست پیدا کردم، پس دیگه نمیخواد اینو درست بگیرم و این به طور حتما داره، دلم میخواد ردش کنم. پس من اینو رد میکنم و میزنم 2 و از سر جلسه میام بیرون و کلید من درست میشه. بعد میمونه که اینجا وایسم دعوا کنم حالا مثلا این معنیش چی بوده. به شما هم ربطی نداره، شما میرید ان شاءالله دانشگاه درستون رو میخونید، من میام برای سال بعدی‌ها توضیح میدم که این مورد دال چه معنی داشته. آقا میگه پروتئینایی که وارد ماده زمینی سیتوپلاسم میشن به طور حتم رناتن‌های همون سلول اونا رو درست کردن. اینو باید یه جوری رد کنیم، یعنی باید بگیم یه پروتئینایی هست به درون ماده زمینی سیتوپلاسم وارد میشن ولی خود سلول نساخته، از بیرون اومدن.
مثالش رو کجا داریم؟ تو کتاب 11 داریم. خیلی سخته نکتهش، خیلی سخت، یعنی یه جای عجیبی اونو در آورده که حالا یادش بگیرید، ایدهش قشنگه. از اینجا در آورده بچه‌ها، اینجا اول فصل هورمون تو کتاب 11. نگاه کنید بعضی هورمونا میان به داخل سیتوپلاسم سلول هدف خودشون وارد میشن و به داخل ماده زمینه آزاد میشن. پس یعنی میخواد به من اینو بگه، میخواد بگه آقا بعضی وقت پروتئین وارد میشه، این پروتئین از بیرون اومده و توسط رناتنای خودش ساخته نشده، پس این به طور حتمی غلطه. می‌نویسم مثلا بعضی هورمون ها، مگه نه؟ مثلا بعضی هورمون ها آقا اجازه نمیشد مثلا بگیم سلولمون سرطانی شده، از بیرون بهش آنزیم الغای مرگ یافته‌ای وارد کردن. نه نمیشه، گفته یاخته سالمه بچه‌ها. خب اونجوری پس نمیشد ردش کرد، چون بعضیا میدونن به ذهنشون الان این رسید، مثلا گفتن آقا یه پروتئینای میاد تو ماده زمینی سیتوپلاسم، اینا اسمش هست آنزیم الغای مرگ یاخته، مال کشنده طبیعی و اینا بود، تو 11 خوندی، مثلا شاید با اون می‌خواستی رد کنی، با اونم نمیتونستی چون گفته یاخته سالمه. راهی که بتونی گزینه رد کنی همینه که گفتم، یعنی باید از اون شکل کتاب یاد باشه که اینجا بعضی هورمونا رو بدون اینکه بخوان خود سلول بسازه از بیرون به داخل ماده زمینی سیتوپلاسم وارد میکنیم. تست خیلی قشنگ، حرفه‌ای، سطح بالا از همین مبحثی که درس دادیم، مبحث مربوط به رناتن بود. بذارید هر چیزی سیو نیست من یه سیو بزنم که اینا الان دچار مصیبت نشیم، اطلاعاتمون یهو بپره. اینا رو سیو کنیم، اینم سیو کنیم، اینم سیو کنیم. خیلی خوب، ما درسی که داشتیم میدادیم 10 بود، توی میخوام کلاس رو تموم کنم. درسی که میدادیم 10 بود، اومدیم همه اندامکا رو گفتیم، هسته رو هم گفتیم، غشا رو نرسیدیم دیگه بگیم دیگه. حالا غشا رو جلسه آینده میگم، فکر کنم جلسه آینده این گفتاره دیگه به پایان میرسه. این قسمت 10 اینی که درس میدم روز پنجشنبه به پایان میرسه. پنجشنبه اول 10 درس میدم که یکم جلو بیفته. پنجشنبه یادم بیاد، یادم اول 10 درس میدم، این تیکه رو درس میدم، این یکمی جلو بیفته. خیلی خوب، حالا تکلیف از اینم بهتون بگم. اومدم اینجا نوشتم که تکلیف یه دونه تست 3005 تا 3037 پینوکیو کار کنید، یه دونه هم فکر کنم تست 19 بذار بیارم، بله 19 تا 45. پس اینجا می‌نویسم تست فونت کوچیکه، تست 19 تا 45 پینوکیو هم کار کن. اینم برای همون سه‌شنبه آینده میخوام، چون ممکنه بچه‌ها کتاب نداشته باشن، نمیخوام بهشون استرس وارد شه. برید کتاب با خیال راحت تا یه هفته دیگه تهیه کنید، بعداً تکلیف اینا رو ازتون چک میکنم. پس ما برای جلسه آینده یعنی روز پنجشنبه دیگه الان تکلیف نداریم، ولی یک سری عزیزان قرار شد تکلیف ارسال کنن. عزیزان نام برده تکلیف بفرستند، لطفا فقط همونا بفرستن، بقیه نفرستن، به اضافه عزیزان جریمه شده تکلیف بفرستند. اگرچه که من الان این جلسه جریمه ای اضافه ندادم، ولی اسم 5 نفر از عزیزان که جلسه قبل قرار بود تکلیف بفرستن نفرستاده بودن رو گفتم اون 5 تا هم تکلیف قبلی و هم تکلیف فعلی رو بفرستن. اون عزیزانی هم که این جلسه نام بردیم، اونا که تکلیف فقط همین این جلسه رو ارسال میکنن. بعد دیگه اینجا میریم برای کویز، دیگه اینجا میریم برای آزمون می‌نویسم پنجشنبه قبل کلاس. بچه آزمونه احتمالاً از صبح فعال میشه. خب شما از صبح میتونید شرکت کنی. پنجشنبه قبل کلاس لطفاً آزمون داده باشید، چون من میام سر کلاس دیگه آزمون بسته میشه. میخوام نفرات برترش رو بخونم. آزمون پنجشنبه قبل کلاس از تمام مباحث تدریس شده، هر چیزی از فصل 1 10 درس دادم، هر چیزی از فصل 1 12 درس دادم، تمام مباحث تدریس شده. پنجشنبه ازتون یه آزمون مثلا 5-6 سوالی، سوالاش زیاد نیست، یه آزمون 5-6 سوالی از خدمتتون خواهیم گرفت. تمومه، هیچ کار دیگه نداشتم باهاتون. نه دیگه اونایی هم که میخوان ماز مارکت خرید کنین یادتون باشه ماز مارکت کد تخفیفی که براتون نوشتم، که اینجا نوشتم فکر کنم
کجا اینجا نوشتم این کد تخفیفه گفتم 24 ساعتیه، یعنی اینجوری که تا ساعت 15 فردا بعد تموم میشه. بنابراین اگر میخواین تهیه کنین یادتون باشه که این رو با امروز استفاده بکنین. دیگه کاریتون واقعا ندارم. خوبه. خسته نباشید عزیزان. باز از بابت اینکه وسط کلاس اول کلاس یکم دردسر کشیدیم، اولش قطعی داشتیم، بعدم چت رو مجبور شدیم کلا ورداریم که سایت پایین نیاد، از خدمتتون عذرخواهی میکنم. ما در تلاشیم که سریعا اینها رو برطرف کنیم و نگران نباشید، درست میشه. جلسه روز پنجشنبه آنلاین باشین. میبینمتون. خسته نباشین. خداحافظ.